عزیز. دوستان، برای پیشرفت کاری ما ابونه شدن را و لایک گذاشتن را فراموش نسازید. این همه زحمت ها به خاطر شماست. برای زحمت های ما را قدر کردنتان از شما سپاسگزاریم. تشکر برای توجهتان. салом дӯстони азиз, ба шабакаи аслии мо дар ютуб бо номи умедҷон HD обуна шавед ва филмҳои наву ҷолибро бо сифати баланд ва бо шакли пурра тамошо кунед. дастгирии шумо пешравии мо. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. تاجیکستان به پیش همیشه به پیش، وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملکی جانان به پیش همیشه به پیش. سالاست که هر دوی ما به خاطر به دست آوردن اون میراث کوشش میکنیم. هر دوی ما چقدر فداکاری از خود نشان دادیم. تو با خانمی که دوستش نداشتی عروسی کردی و مام اجازه دادم که معشوقه امرای کسی دیگه عروسی کنه. حالا که به هدف خود نزدیک شدیم نمیخوایم که دست بکشم. امکان نداره اصلی. ما قاتل نیستیم. به خاطر چند لیره نمیخوایم زندگی خود در خطر بندازم. چی؟ چند لیره چی؟ او زن به اندازه کل دنیا پول داره. هیچ لازم نیست که تا وقت مرگ ما کار کنیم. دسم از کجا میفهمن که ما او را از بین بردیم ها؟ وقتی که برش زهر داریم باز همگی فکر خود کرد که به اجل خود مرده. یک قسم ما از رفتن به زندان نجات پیدا کرد. گپای ناق زیاد شد، بس است دیگه. کمی از عقلت استفاده کن. اگه پول به طول نگیریم به این معناست که تباه شدیم. وقتی که میتونیم تمام عمر راحت باشیم باز چرا میخوای گیرنج قبول کنی؟ گفتم که نمیتونم، من قاتل نیستم. درست است، فهمیدم. پس دیگه مرام فراموش کن. چون آدم که کار خود ناتمام اعلام میکنه من با او هیچ کار ندارم. اصلی بیا دیگه. من به دکان نمیرم خواهر جان. خوب میشه که به خانه برم. اما چرا؟ باز کدام کسی خاط آمد و چیز خود گفت. دیگه نمیتونم که گپای مردم تحمل کنم. شمارم جیگر خون نمیسازم. بانکه اگوار یا چیزی بگوید. اونا ترا به کس فکر کردن. قسم میخورم از بین میبرمشون. فهمیدی دختر از بین میبرم. حالا دیگه بریم. خواهر صدقه شاملم بده. بیزو کم مانده که از پای بفتم. دیگه قوت توانایی ندارم. قوی باش مادر. من همراهت هستم. بعد از این به هیچ کس اجازه نمیدم که تو را اذیت کنه. بریم. حالا خواهر.
سلام علیکم. علیکم سلام. دختره در پشتت گپ زدیم، غیبتت کردیم، معذرت میخوایم، حقت ببخش دختره. بخشیدم. انشالله خیرت باشه. اینا را چی شد؟ چند ساعت پیشش بودن که پشت ما گپ بزنن خواهر جان. اگه خواهر زنده باشه حق کلشانه در کف دستشان داد. اوه چطور بچه؟ چیزی را که میخواستی با دست آوردی. تو چی میگی ها؟ چی میگی؟ جانم پت نکو دیگه. پول خواسته بودی نه؟ اما پدرم نداد. فکر کردم شاید در پایین شرکت دستمال انداخته باشی به خاطر گدایی کردن. گپای ناق نزن قدرت، وقت اضافی ندارم دیگه. نمیخوایم قسمم را بس کنی. چرا باشیم دروغ میگم؟ در پیش شرکت پول گفته گریه نمیکردی؟ بهتر است که دهنت بسته کنی. فهمیدی که چی میگم؟ چطور؟ بیا ما کمی پول برات میتونم، بیا گریه نکن. تو چی میگی ها؟ از من چی میخوایی؟ جواب بده. تو احمق از من چی میخوایی؟ چی مشکل داری؟ جواب بده. در اینجا چی گپ است؟ شما باز میخواین که چی کنین ها؟ چیزی نیست مادر کلان، نان زیاد خورده ازم کردن نمیتونه. بیبی هنوزم گپ میزنه. بس از دانتانه بسته کنه. شما اردو مثل بیادراسته. دیگه دفعه نبینم که بینتان جنگ باشه. حالا دیگه هر کس برای خود بره. حالا زنده باشی هدیه خواهر، به خدا حق کلشانه دادی. اگه تو نمی بودی بازی قسم نمیشد. وقتی که حقیقت فهمیدن باز از خدا ترسیده، یکیشونم دهن خدا باز نکردن. خدا من ازت راضی باشه خواهر. حقت ادا کردن نمیتونم. در بدترین روزا امرایم کمک کردی جانم. اصلا حقت را من جبران نمیتونم. خدا را هزار بار شکر که یک دوست خوب مثل تو نصیبم شده. ایچی از آقا خلیل؟ به خاطر که دکانتان بسته نشه تمام همسایا پول انداز کردن. انشالله به دردتان میخوره. معذرت میخوایم هدیه خواهر، پیش شما بسیار کم هستیم. کاری را که باید قبلا میکردیم حالا انجام دادیم. اگه دکان شما نباشه بازی منطقه بی برکت خواهد شد. نمیخوایم که دکان شما بسته شود. تو هم حقت حلال کو خواهر. نافهمیده گناه تا به گردن گرفتی. دمت صبر کو. چی میگی سیبل؟ فراموش خو نکردی نه؟ فردا به سالگیره میریم. فکر میکنی به سالگیره رفتم میتونم؟ خبر نداری کم مونده دکان از دست بدیم. راستش تو خبر نداری دختر، او موضوع حل شد. تمام مردم به خاطر دکان شما پول جمع کردن. راست میگی؟ البته جانم، کلگی با هم دست شده به امید پول جمع کردن. اوه خدایا، چرا نمیگی که بخیر گذشت ها؟ هی ایره بان دیگه. حالا که مشکل دکانم حل شده باز فکر میکنم هیچ مانعی به فردا وجود نداره. به سالگیره میریم نه؟ خواهش میکنم رد نکنی جانم. خوب است اما گفتی که دختر پولدار است، باید لباسای خوبش بپوشیم و آرایش کنیم باز اونجا بریم. خب درست، از فردا بازار میریم و یگان چیز خاط خریدیم. پرسیدنش عیب نیست. میشه بگویی با کدام پول؟ لازم نیست که چیز قیمتی بخریم دیمت. با پول کمام میتونیم که لباس خوب پیدا کنیم. درست است. میخوای که خریداری هم کنیم؟ در بازار تمام دخترای پولدار میباشن. نمیخوایم پیش اونا خود کم بیارم. اوف دیمت، اگه تو یک بوجیران بپوشی برات میزیبه. لباس زیاد مهم نیست، کفایت میکنه که اونجا بری. بله گرگان ما آمدم. شما کجاستین؟ در منزل بالاستین. درست است میایم.
قدرت چطور هستی؟ خوب هستم، تو چطور هستی؟ من خوب هستم. فردا خو میایی؟ کجا؟ فراموش کردی؟ برات خو گفته بودم که فردا سالگریم است. درست است، شاید بیایم. شاید مایت نداره، باید بیایی. اگه نامدی ازت خفه میشم. الا دخترها بیاین که بریم. خداحافظ، باز میبینیم. $26,000 $27,000 $27,500 $27,800. برات گفته بودم که حتما یک چاره پیدا میشه. دیدی که کل چیز حل شد مادر جان. نه حق خدا جگر خون ساختی. خدا را شکر که بالاخره دعای ما قبول شد. انشالله که دیگر روز بد نخواد دیدیم. انشالله. 2850 2900 2950 3000. قبول با آسانی جمع نمیشه. صبر کن هدیه خواهر، هنوز خلاص نشده. فکر میکنی که مردم پولهای مرا بر من نمیته ها؟ 650 لیره است، تمامش 3520 لیره. 180 لیره مام دارم. چقدر میشه؟ 3600 3700 میشه. از همراه صاحب دکان یک بار دیگه هم گپ بزنیم، برش بگویم باقی مانده شده نزدیکترین فرصت برش میتیم. البته من همراهش گپ میزنم، نباید قسم بشینیم. من او را قانع میسازم. حالا دیگه به کارتون برسیم. شما برین، درکه دمت نیست. دکانه تنها نمیمونم. درست است خواهر. دختره بهتر است که تو هم به خانه خود بری. نباید خوشید سرت قهر شوه. درست است، چند دقیقه بعد میرم. متاسف هستم، دیگه کار کردن نمیتونم. یک روز دیگه هم به هدیه خواهر مهلت دادم، اما اگه پول پیدا کردن نتونه باز قسمی که گفتم دکان از شماست. گپای گذشته ما را فراموش کن. ما برات یک پیشنهاد جدید خوب دارم. چطور یعنی؟ دو چندش پیشنهاد میکنم. 1 سال کرایام پیشکی. حتی اگه پولام برات بیارن بازم اونا را از دکان بیرون میکنی. قبول است؟ دمت دخترم دکان با تو امانت است. چی کردین؟ فکر کنم که پول جمع کردین. چطور؟ یعنی شما دکان نجات دادین؟ تمام شد جمع کردن نتونستیم. آقا خلیل رفت که همراه صاحب دکان گپ بزنه. اگر قبول کنه باز مطابقش بعدن خود دادیم. چقدر کم است؟ چرا میپرسی دختر؟ نه که مطابقش پورا کردن میتونی دختر؟ قهر نشین، اما همون تو ازتان پرسیدم. حالا که دکان ازت نمیتیم دیگه مشکلی نمیمانه. البته که با ثانی و پول جمع نکردیم. حالا که دکان از دست نمیتیم لازم نیست که پول به امین بدم. فردا به خود لباسهای جدید میخرم. انشالله که آقا سینان قانع خواهد ساختیم. به لطف خداوندی کارم میکنم. به از اون ضمانت هدیه خواهرم میکنم. هیچ مشکلی نیست. پدر سینانم دوست سابقم است. باز همراهش گپ میزنم. خیر باش انشالله. کجا زود دور است؟ نه خیر همی سرک پایان است رسیدیم. حالا چی فکر میکنی ها؟ بیازو هیچ کس به او دکان کهنه تو اقدر پول نمیته. ایره بگی و ای کار خلاص کن. حق باشه ماست، کس قدر پول نمیته، اما مسئله پول نیست. در منطقه هیچ کسه بالایم اعتبار نداره، حتی اونا برم سلامم نمیتن. وقتی که او زن پول جمع کنه و بازم قبول نکنم من را از اونجا بیرون خواد کردن. من ای کار نمیتونم، جرأتی ای کار ندارم. آقا خلیل بفرمایین آقا اسمت. السلام علیکم. و علیکم السلام. موضوع دکان چطور شد؟ پول جمع کرده تونستین ها؟ کوشش داریم که پولیش کنیم بیادر. کم بود کردیم، اما همراه سینان گپ زده ای کار حل میسازم. اگه لازم باشه مامم روش گپ میزنم. او خود نمیدونه همراه تمام مردم مجادله کنم. دزم
همراه هدیه خواهرم گپ بزن که هر چی تو ترجلوی مشکل بگیره. ما نباید قربانی دزدی شویم. معذرت میخوایم بیادر. فعلا در فکر عزیزتم قرض سینانو بپردازم. با اجازه تان بیادر. ما وقتتون نمیگیرم. حالا دیگه بری. زنده باشین. اسمت بیادرم قصه کردن بسیار خوش داره. امینجاست. بخیر رسیدیم. خداوند کمک ما کنه. انشالله که قناعتش داده بتانیم. انشالله. یالله بسم الله. سینان در دکان نیست؟ نه خیر سینان چند دقیقه پیش بیرون شد. تو با خدایا میشه بر زنگ بزنیم؟ درست از زنگ میزنم. استادم تلفن خدا اینجا فراموش کرده. خدایا توبه، کاش که وقت تر می آمدم. به هر صورت باز فردا صبح می آیم خواهر. اگه سینان آمد باز بگو که خلیل آمد میخواست همراهت گپ بزنه. تا که همراه ما گپ نزده کار دل خدا نکنه. درست است حتما میگم کاکا. این قسم سعی نکن خواهر، این کار را نمیتونم. همراه تمام مردم مقابله نمیتونم. مرا در اینجا اجازه نخود دادن. درباره اون مردم چرا فکر میکنی؟ فقط که روزیت اونا برات میدن. تو متوجه عاید خود باش. بیازو وقتی که پول بگیری باز در هر جای راحت زندگی کردن میتونی. من نمیفهمم که هنوزم چرا فکر میکنی. از عقلش کار بگی، از عقلت. به هر کس این قسم یک فرصت پیدا نمیشه. این کار حتی یک پدرم به اولاد خود نمیکنه. خب درست است. تو با مو چند لیره هدیه خواهرت قناعت کو. بیازو پول ما از دریا نامده که برات بدم. من میرم به خود یک دکان پیدا میکنم. درست است. قبول است. دکان از شماست. خانم چنار، سر خود از زمین بلند گرفته را میری. زیاد کوشش کردی که اولادای خود از خود بسازی، اما میبینیم که چی شد. بالاخره از اینجا گم شده میری. تو انوزم زحاله نشنختی. من نمیتونم که قدرت بر تو بتم. اگر لازم باشه جان خود فدا میکنم، اما اجازه نمیتم خانوادیم از بین بره. خواهر تو هیچ بیکار شیشته نمیتونی. اینا رو از کجا پیدا کردی؟ ده سر میز بود، مام گرفتم که جمعشان کنم. بارشان من جمع میکنم. دست ما خود درد نمیگیره. حالا دیگه چای تا بنو سرد میشه. زنده باشی. نوش جانت. هنوزم در فکر دکان هستی ها؟ البته که در باره دکان فکر میکنم. انشالله که سینان ما را از دکان بیرون نخواهد کرد خواهر جان. خداوند بزرگ از دخترم. خداوند کار آسان میسازه. حالا که دل مردم منطقه نرم شده، باز شاید که سینان هم دلش نرم شود. خداوند از اون راضی باشه. از برکت اون دکان ما نجات پیدا خواهد کرد. اول خو شیطان بالایشان غلبه کرده بود، اما بعداً به هوش آمدن. خیر باشه، من حقم میبخشم. از هیچ کدامشان خفه نیستم. همین که دکان نجات بتیم دیگه چیزی نمیخوایم. حتما آقا سینانم و قدر بیوجدان نیست. خداوند بزرگ است. انشالله که در دل اونام رحم پیدا خواهد شد. انشالله. چی میکنی عروس؟
شما در اینجا بودین مادر جان؟ مرا بسیار زیاد ترسانده. در این نصف شب وقتی که قسم مثل دو زاویه‌ای باز باید بترسی. چی بفهمم مادر جان؟ گفتم کس را بیدار نسازم. شما نخوابیدین؟ خوب خواستین؟ تا وقتی که چنار از اینجا گم نشه مرا خواب نمیبره، فهمیدی؟ بهتر است تو هم نخوابی هر روز. گفتم که اون موضوع را حل کرده مادر. فردا خبر بیرون شدنشان میگیریم انشالله. باز خواد دیده مروز. شب خیر مادر جان. بعد از چنار نوبت تام خواد رسید آسیا مادر. از شهر توام نجات پیدا میکنم. همی که چنار رفت توام دوباره به مالات یا خود رفتی. بیبی ارجمند به خانمت بگو که متوجه باشه. مادر چوب باش، او خواد شنید. اگه تو برش چیز نگویی باز من خودم حقش خواد دادم. اوه چایم آمد. اوف 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 رنگش بیبی خون خرگوشواره شده، خون خرگوشواره. گل من نوش جانت. عزیزم تو طلا را گرفتی؟ خیرت باشه. به خاطر چی کار بود؟ خالای شیشان در حالت بد قرار داشتن. صاحب دکان گفته بود که از دکان بیرون شوی. با پول ضرورت داشتن. من گفتم به جایی که در وقت میز باشه به اونا میدم. بیازه دوباره برم میدن. آفرین دخترم آفرین. البته پولهای ما خود جوی آب رفته میره. پیسه دار هستیم. آیشه خانم پولا به دزدا بده و ما پول از عرق پیشانی خود پیدا کرده با آیشه خانم بتیم که مصرف کنه. ای قسم نگو مادر، گناهش خود گرفتی. امروز کلگی ازش معذرت خواستن. حتی ایام ثابت شد که او بیگناه بوده. بیبی عزیزم ما اینا میفهمم که نیت خوب داری، اما یعنی در جایی که آتش نباشه دود نمیبرای. ایره خو میفهمی؟ یعنی در این مسائل اگه کمه دقیق باشیم باز خوب است. دروغ میگم؟ قسم نیست ارجمند. بالایش ناحق تهمت کردن. بیازو مردم هم اشتباه خدا فهمیدن. اگه بگنام باشن باز تو را چی؟ یعنی سهرم بیبی، یعنی حتی زحل خانم کاکام که اقاربش است با او زن کمک نکد. منظورم ای است که تو چرا مداخله میکنی؟ با این خاطر قهر شدم. من یک دفعه درو را ببینم که خواب شده یا نی. تو چرا خودت در بین مندازی عزیزم؟ من به خاطر تو قهر میشم. از تو هیچ چیز جور نمیشم. آی تمام اینا مقبول است. ببینم که رنگ سیاهش برام تو معلوم میشه. اوه خدا چقدر قیمت است. هیچ مهم نیست. بیازو پول خود دارم. متباقیشم به خود دستکولا بوتای مقبول میخرم. بله جانم. بله دمت. خب قرض دکان پرداختی؟ پول کفایت کرد؟ بله راستش خدا رو شکر که حل شد. اصلا بسیار تشکر. تو بسیار به ما کمک کردی. این خوبی تا هیچ وقت فراموش نمی کنم. قابل تشکر نیست. خوش شدم که به دردتان خورد. البته که به درد خورد جانم. راستش چتن فردا سالگیری یک دوستمت همراه میری؟ من بسیار زیاد میخوایم که اونجا برم. خب شاید ما آمده نتونم، اما میشه یک کار کنم تو رو اونجا میرسانم. باز هر وقت محفل خلاص شد پشتت میایم. چتن من میخوایم که همراهیم باشی. در ضمن هر دوی ما جایی نرفتیم. به این بهانه چند دقیقه با هم میباشیم. درست است
درست است میبینیم. وقت توی قدر میگی باز حتما میبینیم. درست است؟ حالا دیگه شب بخیر. شب بخیر. فردا با ما یک روز خاص است. خدا رو شکر. بالاخره ای بار بدون کدام تشویش خریداری خواهد کردم. چی میکنی؟ چی رپورت کردی؟ هیچ. تلفنم میدیدم اما تلفن از زیر بالشتت نبان. از کدام به فکر خود چیدی؟ درست است. دیگه جایی میمانم. تشویش نکنین. نه وقت شب شده. حالا خواب کن که با سبا وقت بیدار شده نمیتونی. درست است. خدایا تو تواناستی. رحمتت بی اندازه و بی پایان است. بالای ما رحم کن. در روزهای بعد فریاد ما را بشنو. کسایی که ازت کمک میخواه کمکشان کن. ما را پیش مردم رسوا نساز. اجازه بده که رزق و روزی ما را از دست ما نگیرن خدایا. آمین. بوتاین چطور است سیبل؟ کاملا به من میزیبه. همونطور نیست؟ رنگشام بسیار مقبول است. امشب من زیاد مقبول خواد شدم. میخوایم که توجه کلگی را به خود جلب کنم. اما دمت ای کارت هیچ خوب نیست. چتن او پوله به خاطر دکان برات داده بود. فراموش نکن. باندگه بیازو دکان خود نجات یافت. یعنی پول برش دوباره میدادم ها؟ به نظر من باید برش میدادی. درست است سیبل. از این بیشتر مرا قهر نساز. در تمام عمر اولین بار است که یک لباس درست به خود گرفتیم. بان که کمی خوش باشم. به هر صورت بریم اگر نه وقت شوه. امیم سرم قهر میشه. جانم بیا. دیگه با وقت خیرت باشه انشالله. خیرت باشه انشالله. یکی از که دروازه را محکم میزنه. اوهور دیگه با وقت اینجا چی کار داری بچه جان؟ زود شوین هدیه خواهر. سینان به در دکانتان خالی میکنه. تمام لوازم بیرون انداخته. صبر کنن. چی میکنن؟ صبر کنن. صبر کن بچه. سینون بسیار منو چرم از بچه. خواهر آرام باش. بسیار بچه بدستی. توف. دروازه را بسته کنه. بسته نکنن. بازش کنن. باز کنن. صبر کنن. صبر کنن. این دکان یگانه وسیله رزق روزیم بود. عالم اعتقاد کردم. خواهر چطوری کاره کرد؟ چطور زحمات ما به خاک یکسان کرد؟ اینجا چی گپ شده؟ اما
دخترم خلاص شد، تباه شده. تمام زحمات همه لوازمش رو روی سرک انداختن دختره. اما شما گفتین مشکل پول حل شد، گفتین که همراهشان گپ میزنه. اولاد آدم ببین اقسنگ دلان بوده میتونه. اولاد آدم قدر به وجدان و به غیرت به رحمون بوده میتونه جانم خود فهمیدی دختر. با خاطر پر روزی که سر ازش گرفتم میتونه انسان. گریه نکنه نما، لطفا گریه نکنه. بخیزین اما جان، بخیزین بخیزین اما جان، بخیزین. سینان! بازی زن چی میکنه؟ چند سال هستی؟ شاید 25 ساله باشه، اما تو نیست. ما هم سن سال تو یک بچه دارم. خب من چی کنم؟ بله از خدا راست بگو، تا حالا از عرق پیشانی خود یک لیران پیدا کردی بچیم؟ یکی یک خانواده چه قسم پیش میره، چه قسم کرایه میته، چه قسم چوب میخرد، چه قسم شکم خود سر میکنن خبر داری؟ چی کنم خواهر؟ کاربارم قسم است. کاربار است ها؟ من برات میگم که کاربار چی است. وقتی که از عرق پیشانی خود به دست آوردی، وقتی که حق کسی را نخوردی، وقتی با حول دست خود پول به دست آوردی، از پدر مادرت نه، پولو است که با زحمات خود پیدا کنی. این مردم ها را میبینی؟ همگیشان کوشش میکنن که یک چند کروش به دست بیارن بچه. اگر لازم باشه سر دو پای استاد میشیم تا چند کروش پیدا کنیم، به خاطر که میفهمیم اولادای مدخانی که روی منتظر هستن که یک چند لقمه نان پیدا کنیم. اگه حال بری باز ما را تباه خواهد ساختی. با این کاری که کردی تمام ما را از بین میبری، آرامش هر لحظه ما را از پیش ما میگیری سینان. بگی تمام پول ما همی است، خانه و جای کار ما رم دیدی، باقی ماندهشم کار کرده برات میپردازیم. حالا بر ما اجازه بده که به دکان خود بریم. سینان بچه این کارو نکن، گناه داره. حق مردم نخو جواب دادنش سخت است. اجازه بده که دکان خدا باز کنن بچه، گناه داره. چی رسال داری احمق؟ اوش کده باشی ای کار نکنی. بیبی انوزم طرف او پول سیل داره. بگی بچه این نگو که کم است. از پولی که تو میگیری 1000 مرتبه حلال تر است. به خاطر 3 کروش زندگی ما را تباه نساز. نه خدا خسته نساز، دکانه به کس دیگه دادیم. چقدر سال شد آقا خلیل، گفتنش آسان است. از دمت کلکم کلانتر بودم، چوریای مادرم فروخته بودم. خداوند غریق رحمتش کنه، خداوند مغفرتش کنه. دو وقتا قاسینان یک طفل خرد بود. وقتی که در مکتب شاملش کرده بودن، همون روز با سنت شام کرده بودن. غذای محفلش را ما آماده کرده بودم. خداوند پدرش ببخشه. حالا میبینی آقا خلیل،
او بچه کلان شده، عقل پیدا کرده، آمده بدونه که اشکای چشم ما ببینه دکانم از پیشم گرفت. آه سینان، آی ایره بگی خداوند خیرت بده. ای به درد ما نخورد، اما شاید مشکل کسی دیگره حل کده بتانه. ایره در دستکولت بان عدیه خواهر، بعد از ای به پول ضرورت پیدا میکنین. نمیشه آقا خلیل، ای پول به خاطر دکان گرفته بودم اما نشد. با پول جیب خود گزاره خود کردیم. جگر خود نباش خواهر، خداوند روزی دهنده است، کافی است که تو بخوایی کار کنی. واقعا که زیبا گفتی. قسم نکنین عدیه خواهر، خدا را شکر دست و پایتان کار میکنه، بازم دوباره کار خواهد کردین و احتیاج و محتاج کسی نخواهد شدین. هدیه خانم، لوازمتان در گودام مونده، کلیدارم شما بگیرین. اگه به چیز ضرورت داشتین باز برین بگیرین. خداوند خیرتان بده، به همتان خیر نصیب کنه. خداوند شما را با انسانای خوب رو برو بسازه انشالله. مادر جان، برات خبر خوش دارم. بعد از این لحظه چنار در اینجا دیگه هیچ کار نداره. از دکانم بیرونشان کردن. مادر جان چی شده؟ خوش نشدین؟ براتان گفتم که چنار از اینجا میره دیگه. هنوز به خوش شدن وقت است عروس. ببینیم که بعد از این چی میکنه. چی کنه دیگه مادر؟ او سابقه جرمی داره دیگه، هیچ کس برش کار نمیته. تا چند روز دیگه از اینجا گم شده خاطره. منتظر میباشیم و میبینیم. اما تا چی وقت اینجا میشینین؟ تو چی میخوایی دخترم؟ چیزی نمیخوایم اما در سر سرک ماندیم. میگم که چی کنیم؟ یک چاره پیدا خواد کردیم. تو جگر خون نباش. بیازو گفتنش خب شما آسان است. به خاطر دزدی شما دکان و زندگیمو را از دست دادیم. دمت اما دروغ میگم. دمت از پشورین پشگنی مویای چنگک تا برات میکنم. دمت بیا که بریم. بیا دیگه. از خاطر گپش قهر نشو. جوان از هر چیز میگه دیگه خیره. چاتن حالا دیگه بچیم زود شو، وقت میشه. آمدم کاکا. کما ایستا برو بشیم. چاتن حالا دیگه برو کاکایت منتظر نمان، اگه نماشتا کم میکنه. قدرت تو دیگه از حدت میگذری، لطفا متوجه گپ زدنت باش. ما برآمدم چاتن. میایم حالا دیگه برو. هیچ ضرور نبود خواهر جان. نباید شکم خدا گوش نبانیم جانم. شکم از دیگه نباید همیشه خالی بمانه. حالا ایره بگی. زیادتر به خاطر تو جگر خون شدم. در قصه من نباش خواهر. چطور در قصه تو نباشم خواهر؟ یگانه کار بود که در اینجا میموندی و با اولادایت میرسیدی، اما تو نیست. چی کنم دیگه؟ خدا من بزرگ است. یک دره که بسته که در دیگر را باز میکنه. 20 سال فقط با یک امید سپری کردم. بازم صبر میکنم. خداوند حتما و صالح اولاد من نصیبم میکنه. بازم خدا را شکر میکنم. راست میگی، خدا را شکر. حالا خونم میتونم کل سر رها کرد از اینجا برم. البته که با خود یک کار پیدا میکنم. در روی سرک میمانم، اما باز اولاد من ایلا کده نمیرم. تو تشویش نکن.
بهتر است اونجا بشینیم. دمت نیسام اینجا آمدن. نیسا دیگه کی است؟ همون دختره که شب قرار است به محفل تولدش بریم. نیسا چطور هستی؟ خب شب سالگیری تسنه مادرم گفت انشالله میایی. پس شب میبینیم جانه. با امید دیدار. او کی است؟ تو را از کجا میشناسی؟ من از کجا میشناسم اینا را؟ دوستای مادرم هستن. مادرم اینا را دعوت کردن. بیا بریم اونجا بشینیم. درست زیبل جان، او خب بهترین دوستت بود، پس چرا برات اهمیت نداد؟ وقت خورد بودیم دوستای خوب بودیم، همراه مادرش یک جا می آمد. او وقت با هم بسیار صمیمی بودیم. یعنی که حال کلان شدین، یک دیگه تان نمیشناسین. اما او بسیار مغرور است. چوب باش. پول دار است دیگه، ما در نظرش نمیاییم. اگه امشب از او کدام مقبول نشدم، باز نام مام دمت نباشه جانم. یک دقیقه صبر کن. بچه تن زنگ میزنم تا به او یک توفی مقبول بخره. باز او وقت بیبی که چطور برم چه بلوسی خواد کرد. جواب نمیتی؟ بله؟ امشب یک محفل سالگیره است. بله؟ چطور میشنوی؟ مشنوم. پس چرا گپ نمیزنی؟ نه که از یادت رفته امشب محفل است. شاید آمده نتونم. آی تو خود نمیشه چتن. درست از بعدن گپ میزنی. یک دقیقه صبر کن، اینقدر زود قطع نکن. من زیاد وقت ندارم، تو برایش یک تحفه بخر. درست است اما قیمتی باشه. گفتم بعدن گپ میزنیم. خداحافظ. کدام مشکلی هست؟ نه خیر کاکا، هیچ مشکلی نیست. در جیبم فقط 10 لیره دارم. این محفل دیگه از کجا شد؟ دمت. خسته نباشی کاکا خالی. عدیا خواهر دیدین اینجاست؟ همینجا بودن اما چند دقیقه پیش برآمدن، گفتن کم قدم میزنیم. من رفتم میبینم. اوقات خوش. زنده باشی دخترم. کاکا خلیل خسته نباشین. عدیا خواهرم میپالم اما امروز دکان باز نکرده. تو ازش خبر داری؟ هیچ نپرس بیادر. او بیچاره را از دکانش بیرون کردن. تو به خدایا جیگر خون شدم. این چه قسم بدشانسیست. کارم پیشش بند بود اما خیریت باشد. چه قسم کار؟ یک میمونی کلان داریم خلیل بیادر. بسیار عاجل است. از او خاطر میخواستیم در دکان رو تجلیل کنیم اما چی کنیم دیگه، حتما قسمت نبود. تشویش نکو بیادر، حالش میکنم. تشویش نکو. تو بشین یک چای بنوش، من برش خبر میتونم. خدا کمت نکنه. سحر دخترم صبر کو. مادر راستی کارتای بانکیم پیش تو است؟ تو گرفتی؟ چی میگی بچه؟ من چرا بگیرم؟ در جیب یه خنقاقت زیادت رفته بود، جانان پیدا کرده بر ما آوردش. تمام زندگیم فدای سرت بچه. یک دانیم. تشکر میکنم مادر جان، زنده باشی. روز تولد یک دوستم است، میخوایم برش یک توفیق خوبش میگیرم. از کدام دوستت است برام بگو؟ اوف مادرت مزاق نکن دیگه، تولد یک دوستم است. اینجا چی گپ است ها؟ مادر جان نواسید به یک محفل سالگیره میره. وقت پرسیدم و دوستت کی است برام هیچ چیز نگفت. مادر جان میشه کارت من بتی؟ گفتم که یک دوستم است دیگه، چرا گپ دراز میکنی؟ به هر صورت من دیگه میرم. این حق تو است. معذرت میخوایم. میفهمم که زیاد نیست. تا وقتی که کار پیدا کنی برد کفایت خواد کرد. نه خیر خواهر، این پول حق شماست. تو چی میگی دخترم؟ پول ما تو دیگه از کجا شد؟ ولی از خدا آخرین پول ما از کرام تقسیم میکنیم. بگی
خدا ازت راضی باشه خواهر جان. نیکیایی که تو بریم کردی حتی خواهرم هم نکده، حتی یک روزم سرم شک نکردی، در مقابل همگی از من حمایت کردی. خداوند ازت راضی باشه. خوبی تا هیچ وقت از یاد نمیبرم. بیاز تو هم کدام گناهی نداشتی خواهرم. از چشمایت از قلبت را میفهمم که تو بیگناه هستی. خداوند از تو هم راضی باشه. اسما جان، حالا که ایستاده سی اگر زحمت نمیشه با ما پیاله چای میری؟ بگی این را بنوش، ما به خود دیگه میگیرم. زنده باشی. خب چی کردی؟ به خانوادت گفتی که خارج از کشور میری؟ نه خیر، هنوز برشان چیزی نگفتیم. پس منتظر چی هستی جانه؟ برشان بگو که خبر شون، باز بعدن غافل گیری خواهد شدن. اسما تو تشویش نکو، وقتش که رسید برشان میگم. سلام. خوش آمدی عمر جان. ما میخواستم به تو زنگ بزنم. امروز دوای طلاق خانم باتول واقعا سردار است. از این خاطر اول به محکمه رفتم. اونم که آمدن باز حرکت میکنیم. یعنی باتول خانم از احمق نجات پیدا خواهد کرد؟ انشالله همین کار خود شد. میشه کم گپ بزنیم؟ خواستم برات خبر بتون. امروز به محکمه میرم، باتول طلاق میتون. حالا که اونجا میری بهتر از کادرس خوب به یاد داشته باشی. بیا تو بزودی دوباره اونجا خاط رفتیم، میفهمی که در قرض غرق هستیم، بزودی به زندان خاط رفتیم. لوده گپ نزن اصلی. فقط که اگه باتول به قتل برسانیم به زندان نمیره. البته که نمیریم. کل چیزا تا کوچکترین جزئیاتش برنامه ریزی کردیم، اما به تو ما باور نمیکنم. چطور میتونی با اینقدر خونسردی درباره قتل کسی گپ بزنی؟ هیچ باورم نمیشه. میفهمی گپا؟ آی من خوره بساطری به قتل نمیرسونم جانم. کاش که مجبور نمیبودیم که از بین نمیبردیم، اما دیگه چاری نداریم. سردار بیبی با من اعتماد کن لطفا. این کار بدونی که کسی خبر شو انجام میدیم. هیچ ثبوتی از خود به جای نمیمانیم. ما مجبور هستیم، فهمیدی؟ دیگه هیچ راهی نداریم. مادر خبر شدی که سرماچی آمد؟ میفهمم مادر جان، اما هنوز هیچ چیز خلاص نشده. کاکا خلیل برات یک کار پیدا کرده. با این کار دوباره با پا استاد خواهد شدی انشالله. چی میگی دخترم؟ چه قسم کار؟ آشپز محفل. چی؟ یعنی باید غذا آماده کنیم اموترس؟ بله، امشب یک محفل سالگیره است. میخواین شما نان آماده کنید. نظرت چیز خواهر جان؟ نمیفهمم. موفق خود شده؟ اگر تو موفق نشی پس کی موفق خود شد خواهر؟ درست از دخترم، اما اونجا غذای وطنی نمیخورم. غذای مدرن فرمایش خواد دادن اما تو نیست. بهتر از مازی کار منصرف شوید. قسم نگو خواهر، بیادو اقدر مهمانی کلان نیست. یک محفل 50 نفره. اگر کاناپا آماده کنین درسته. البته که کار میکنیم. مبل فرنیچر ما باید طراحی کنیم. نه خیر دختر، کاناپا یک قسم ساندویچ و برگرای خورد است. حال فهمیدی دختر جان؟ یعنی فقط نان ما آماده میکنیم هموطرس مادر جان. خب نظرتان چیست؟ این کارم میکنی؟ والا هر قسم غذا آماده کردیم، ایران ما آماده خود کردیم دیگه. پسر دیگه وقت از دست نمیدیم، بسیار کار داریم. دیگه بریم خواهر.
خدا را شکر سر وقت خلاص شد. کلگی انگشتان شانه خواد خوردن بسیار خوشمزه معلوم میشه. حالا قبل از اینکه محفل شروع شود باید اونجا باشه. غذا بسیار مزه‌دار معلوم میشه. درو دخترم همه جایت باید یکی کردی. حالا دیگه دستوری تمشه. حالا بسیار ترسیده بودم دخترم. ترسیدم اگه کار پیدا کردن نتانم، در اینجا بودن نمیتونم، از اولادم دور میشم. اما خداوند بزرگ است، مرا از اولادم دور نساخت، یک در دیگر برایم باز کرد. این کار در قسمت شما بوده. انشالله ادامه پیدا میکنه و تا وقتی که دکان نوتان باز کنین خرچتان برای. انشالله دخترم. من چیز زیاده نمیخوایم، حتی حاضر هستم پاک کاری کنم، فقط به کس محتاج نباشم و در پهلوی شما زندگی کنم. مادر جان بعد از این هیچ وقت جدا نمیشیم. اینجا مثل مراسم فاتحه خوانی شده، دیگه تحمل کردن نمیتونم. عمر جان من دیگه میرم، همراه موکل ملاقات دارم، اگه چیزی شد برم زنگ بزن. درسته؟ درست است. سلام. به خاطر که ناوقت کردم معذرت میخوام. مهم نیست، قبل از اینکه ناوقت شوه باید حرکت کنیم. عجله نکنین لطفاً. بتول مرا ببخش بتول، معذرت میخوایم، یک اشتباه بزرگ انجام دادم. در این اواخر به خاطر مشکلاتی که در شفاخانه بود برات گپای حق و ناق زدم، هر چیز گفتم، اما وقتی تنها ماندم همه چیز فهمیدم. امیدوار هستم ناوقت نشده باشه. همراهت وعده میکنم هیچ وقت تو را تنها نمیمانم. اگه تو هم قبول کنی میخوایم تا آخرین لحظه زندگیم در کنارت باشم و با تو زندگی کنم. لطفاً مرا ببخش. ما آمدیم. مادر خیرت باشه ارجمند، امروز وقت آمدی؟ از کار اخراجم استعفا دادم. چی؟ استعفا دادی؟ رئیس شرکت زیاد پرو میگفت، مام قهر شده استعفا دادم سحر. بله حالا فقط ما چه تقاعدی من مانده، چی خود کردیم؟ تشویش نکن مادر جان، بیکار نمیمانم، به می زودیا کار خود پیدا کردم. البته تمام شرکت ها منتظر تو هستن، با خود میگن ارجمند کار ایلا کرده، کاش پیش ما بیاید. امرای ترکتم خوب نیستم، ازش کار خواسته نمیتونم، از گرسنگی دهنتان بوی میته، اما از غرور سر خود خم نمیکنی. خدا بزرگ است، از یک جای رزق ما را خواهد داد. من میرم که نان آماده کنم. میبینی اما تو نیست هیچ راضی نمیشه، در قصه گپ نشده رفت، فقط که برش میگم برو از خانه کاکای دزدی کن، حتی به گپ من گوش نمیده، نمیفهمی غرور به خاطر چی است. خواهش میکنم مدیه خواهر، کدام کمبودی وجود نداشته باشه، کل چیز خوب است. آماده است، داشت پس خانه دگام داریم، وقتی اینا خلاص شد دگام میاریم. انشالله این کار به خوبی انجام میدیم خواهر. انشالله. خوش آمده خانم نیکا. تشکر، خوش باشه. میبینید کل چیز آماده است، امیدوار هستم قسمی که میخواستین اما تو شده باشم. عزیزم امروز هیچ خبری نیست، تلفن خودم جواب نمیده، دوباره برش زنگ میزنم.
کلگی طرف ما میبینن. متوجه هستی سیبل؟ چشمایشون از ما دور کردن هم میتونن. امیدوار هستم که به خاطر مقبولی ما باشه جانم. طرف ما قسم سعی میکنن که ما دیوانه شدیم. باندگه اونو حسودی میکنن زندگی. بله اما دختر تو کجاستی؟ روزی که باید کار کنی تو گم میباشی ها؟ چی شده؟ چی گپ است؟ کار گرفتیم. آجل خدا اینجا برسان کمک کن. کاش که زودتر میگفتین اما جان. خانه سیبلشان هستم، حالی آمدن نمیتونم، به خاطر که برش وعده کردیم شب پیشش میباشم. به هر صورت اما جان بعدن گپ میزنیم، حالا باید قطع کنم. دیوانه شدی؟ چی گپ است تیت کده میری؟ کجا میرین؟ به یک محفل خاص دعوت هستیم، اونجا میریم. اگه خواسته باشی میرسانمتان. نه خیر، بسیار تشکر، منتظر یک دوستم هستی. درست است، رقم راحت هستی. تو تا حالا کجا بودی چتن؟ اینجا بسیار منتظر ماندیم. بسیار معذرت میخوایم کم وقت شد. خیرت باشه، ای لباسات نو نیست؟ نه خیر جانم، به خاطر عروسی دختر کاکایم خریده بودم، ده الماری بود. دقیقه گپا نشد، سرمون وقت میشه زندگیم. حالا زود باشین، باید یک میلی بس پیدا کنیم. گفتی میلی بس؟ چنار چی کده باشه؟ ما یک بار به سحر زنگ میزنم، از مادرش حتما خبر داره. بله سحر جان، چطور هستی؟ خوب هستی؟ مام خوب هستم جانم. به تشویش مادرت شدم، چند روز ازش هیچ خبره ندارم. از دکان بیرونشان کردن؟ اوه خدایا، بسیار زیاد جیگر خون شدم، هیچ خبر نداشتم. خب حالا چی میکنه؟ چی گفتی؟ کار پیدا کردم؟ اینقدر زود؟ به هر صورت جانم تبریک باشه. درست است، یک دانیم سلام برسان برشان، بعدن باز میبینیم. درست است. لعنتی. مادر پس کار پیدا کرده ها؟ حرکت که عروس میریم. مادر جان کجا میریم؟ وقتی که رفتیم باز خود فهمیدیم. فیدان دستگاولو ما بیار دخترم. بفرمایید. نوش جانتان. بسیار ببخشی. او خالایشه، تو اینجا چی میکنی؟ قدرت بچیم کار میکنم، چی کنم دیگه؟ خسته نباشی، کارا چطور پیش میره خالایشه؟ هیچ گپ نیست بچیم، تو را دیدم بسیار خوش شدم. تو چطور هستی؟ میبینی دیگه خوب هستم خاله جان، زنده باشی. قدرت خوش آمدی. خوش باشی. روز تولدت مبارک. آی قدرت جان، اجازت به توفه نبود، امی که آمدی بس بود. اینجا چی میکنی؟ متوجه کارتان باشین، ببینید که مهمانا چی میخواین. معذرت میخوایم، فکرم نبود. خب خاله ایشه موفق باشی. زنده باشی. تو اینو چطور میشناسی قدرت؟ اقارب ما هست. گفتی اقاربه؟ بله، نیک خوشت نامد. دختر جان، ما مثل شما نیستیم، باید بفهمی. به هر صورت ما باید با دوستای احوال پرسی کنم.
چتن ببین که در چی حالت قرار داریم. چرا در تاکسی نرفتیم؟ حالا سب خود کدام بیازو قدر دور نیست، به تاکسی چی ضرورت هست؟ کم مانده، حالا میرسیم. توفه کجاست؟ نگو که نگرفتی. از شرکت تا وقت برآمدم و پیدام نتونستم. به خاطر تو خواد چرمیدم چته. چو باش دمت بسه. تو چی میگی؟ بیادر جان، ما اینجا پایان میشیم. قدرتم اینجا همه پیشتر دیدمش. این تصادفه بیبی. خوب چی گفت؟ احوال پرسی کرده با هم. او قدر مهربان بود که مطمئن هستم که از ما دیگه خفه نیست و مرا بخشیده. دختر چرا تو را نبخشه؟ قلبش بسیار پاک است. اولاد تو از دیگه طرف خودت رفتن. دفعه قبل گفت که مرا بخشیده، اما این بار باور کردم خواهر جان. از چشماش فهمیدم که مرا بخشیده. حالا دیگه دلم جمع شد. چطور معلوم میشم؟ بسیار مقبول. دمت، تو گفته بودی که همگی با لباسای رسمی میان، اما ببین کلگی با لباسای عادی آمدن. باندگه جانم، این مشکل خودشان است. قسم محافل کسی با لباس عادی میایه. دمت، من امروی تو چی کنم؟ با این لباسم بگویی به جلسه آمده باشم. اقدر قهر نشو چتن، دقیقشان نشو، خوش باش جانم. نیسا خوش آمدین. خوش باشی. تولدت مبارک. یه تحفه کوچک است. امیدوار هستم خوشت بیاد. بسیار زیاد تشکر. چقدر زحمت کشیدین. سالگیری تبریک باشه نیسا. زنده باشی جانم. راستش من باید از مهمانا پذیرایی کنم. شما از محفل لذت ببرین. درست از برو جانم. تو گفته که این محفل از دوستت است، اما ببین هیچ کس در قصه ما نیست. باندگه توقع داشتی که ما را در آغوش بگیره؟ در ضمن اگر در قصه ما نمی بودن دعوت ما نمیکردن. چی میکرد؟ همونطور نیستی بله همونطور است. قسمه که میبینین مردم زیاد را دعوت کردن، باید از همگیشان پذیرایی کنه. چتن به ما یکان نوشیدنی بیار جانم، در داخل شاید باشه. درست است، شما صبر کنین، من همیاله میایم. همگی اینجا هستن. بسیار عالی. دمت اما مادر جان، این خانه چنار نیست. ما چرا اینجا آمدیم؟ اما چنار خدای خانه نیست. میفهمین اما تو نیست. ای زن میخواید چی کنه؟ برش گفتم که چنار در خانه نیست، اما بازم رفت. تو اینجا چی میکنی دختر؟ اما جان شما اینجا چی میکنین؟ بیبی به جایی که جواب سوال ما بدی دختر جوابو میپرسی. همراه سیبل در خانه نبودی، تو برای فریب میدی. خواهر صبر کو، قربانت شو، مارم باش. چنار اعلام کو بان که دخترم جا زیر پای من دختر شکم لغتش کنم بان مرا. جانم از اینا دیگه بسیار مزه دار است. بله بسیار مزه دار هستن. شما ده ای زعفران انداختی؟ نخیر زنجبیل از زنجبیل.
یک هنرمند است نیستا، البومای جدیدش برآمده. نامش چی بود یادم رفته. دیده که چی کس وانمود کرد که برایش نمیشناسم. دیوانه شده یا که سرمه میشرمه. نه خیر، چرا قسم میگی؟ پس چرا قسم کرد؟ دختر به تربیه، هم دروغ میگه و هم از من روی میگردانه. حالا برش نشان میدم که همه هدیه کیره میگن. صبر کن خواهر جان، اونا جوان هستن، مثل ما و تو فکر کردن نمیتونن. در پیش دوستاش او را کم نیار خواهر. و وقت خانه آمد باز با آرامی همراش گپ بزن. اگه با گپ زدن میشد حالا به یک جایی میرسید. چنار زیر دست ما کلان شده، ما یک ذره مثل من نیست. شاید ما بعد طالعی هستمش نمیفهمم. ای قسم نگو، باز بیبی که دیمت ما بسیار یک دختر خوب میشه. سر ما را بلند خواد کرد. انشالله. وای وای وای، کیره میبینم. چطور است چطور جان؟ خیرت باشه. مرا راحت بان قدرت، حوصله هیچ چیز ندارم. بیبی برای چی میگم؟ دیگه یک قسم به محفل نیایی. یک بار برای من میگفتی من تو را آماده میکردم جانم. نه یک قسم محفل مردم نیکتایی زدن نمیایه. لباس پوشیدن تم نمیفهمی بیادر. زیاد جرت و فرد نکن که مردم رش خندت میکنن. دیگه مارگزید ما را بقی کور. توبه توبه. بی حیران مانده که کجا فرار کنه. تو فوز هماته که به خاطرت کشیدیم. خواهر بانش بیچاره از ترس حیران مانده که چی کنه. بیازو از آمدن به اینجا پشیمان شدن. بسیار خوب شده. کسی که دروغ بگه خدا می قسم می شرمانش. چنار حالا ایشه چتن تو میجستی بچه؟ بله، چند وقت میشه شما را ندیدیم خاله ایشه. پیشتان بسیار دق شده بودم. او روز به خاطر غذا خوردن به خانه تان آمده بودیم، اما فکر کنم قسمت نبود و شما اونجا نبودین. معذرت میخوایم بچه، بسیار شرمنده هستم، اما به زودترین فرصت شما را مهمان میکنم، وعده میکنم. زنده باشین، مهم نیست. خب خیرت باشه. شما اینجا چی میکنین؟ گفتن باید نان آماده کنیم. همراه هدیه خواهر یک جای آماده میکنم. پس نان امروز بسیار مزه‌دار است. درست است، ما مزاحمتان نمیشم. باز میبینیم. زنده باشی خواهر. هر دو بچه اینجاست. امروز سرما عید است. دختر ما هم اینجاست، اما طرف من خود سلام نمیکنه. باورم نمیشه دمت. نمیفهمم تو چطور تانستی اونا را نادیده بگیری ها؟ این کارت واقعا بد بود. چی بفهمم دیگه سیبل، دفعتاً بار خطا شدم. حیران ماندم که چی کنم. به هر صورت این طرف بیا، اگر نه امی مرا با چشمای خود میخوره. امیتم در این محفل دیدیش؟ بله دیدمش دانم. فکر کنم اونا با هم یک جا کار میکنن. نو خبر شدم. تو خبر داشتی؟ نه خیر، مدت زیادی میشه که در دکان ما کار میکنه. تو از کجا میشناسی؟ از اقارب زحل خانم کاکایم است. واه چی میکنین جوانا؟ چطور میگذارن؟ چی گپ از قدرت؟ نه که خسته شدی ها؟ پشت بچه کاکا جانم دق شده. نمیخوای ببینمت؟ شما بچه های کاکا هستین؟ بله. چطور بچه کاکایم است؟ خیر است که قواره ندارم. البته از دیدن قواره من انگ میکنه. چطور من قدرت هستم. خوش شدم. مام دمت هستم. خوش شدم. سیبل هر قدر ازتان تشکر کنم بازم کم است. همون وقت دوای طلاق ما را که خلاص نمیکردین حال اینجا نمی بودیم. ادامه یافتن پیوندها به ما اولویت قرار دارم.
هیچ درست نیست که فقط به خاطر بعد از آوردن پول قضیه را پیش ببریم. ما میخواهیم که رابطه را مستحکم بسازیم. چقدر خوب. وکیلای مثل شما اگر زیاد باشه دعوای طلاق کم می باشه آقا. معذرت میخوایم، باید جوابتون مهم است. البته. بله اصلی عاجل پیشتر بسیم. زهر را که به بطول آماده کردیم آوردیم. صبر کنین آمدم. نمیفهمم که چرا قدر متردد هستی. نمیفهمم اصلی، فکر میکنم این کار ما خوب نیست. لازم نیست که بترسی. هر روز 2 قطره ازی برش بخورن. فقط قدر تشویش نکن. بدونی که بطول چیزی را بفهمه این کار تمام میشه. اینا چی میگن؟ یعنی اینا بطول از بین میبرن؟ او خدای من، چقدر میخورن. اینی هم تمام شد. ببین من میرم ازش پس خانه دیگه میرم بیازه همین آخریش است. ما بیایم؟ نه خیر تو توضیح کن. دمت ما بسیار خسته شدیم، بهتر است که بریم. در محفل شرکت کردیم اما قدر کافی است. درست است. بیا زو، من خوشم نامد. بریم سیبل. چاتو خیرت باشه. کجا میری بچه؟ اگه از لباسایت میشرمی من برات یک بلوز پیدا میکنم. اما قصد قهر کرده از اینجا نرو بچهش. به خاطر خودت میگم. این دیرشیت بیبی بروسی خون آمدی لالا. اگه میگی راستی یک بلوز پیدا کنم. دوستایم اینجا زیاد هستن. شما هم یاله برید. چاتن چی میکنی؟ طوفان میشه، بهتر از پوت شویم. با تو چی احمق؟ تو چی میخوایی ها؟ چی میخوایی؟ هیچ چیز نمیخوایم، آرام باش بیادر. به خاطر خودت گفتم، نمیخواستم بشرمی. با محفل سالگرد با دیریشی آمدی. تو چی گفتم میری؟ چی میگی ها؟ از تو باید بپرسم که چی بپوشم؟ با خدا اگه میپرسیدی خوب میشد رفیق. کل ما هم نظر هستیم چطور جان. دهانتا بسته کو، اگه برات خوب نخواد شد. چی خود کردی؟ 4 تا دختر دیدی خود اعلان نکرده گنی؟ طرف مسئله کو. با هر جایی که بخوایم رفتم میتونم، فهمیدی؟ با تو مربوط نمیشه. چاتن از شرکت آمده، از این خاطر دریشی پوشیده. مثلا تو خو یک آدم بیکار نیست. او دستیار مدیر است، فهمیدی؟ چی؟ دستیار مدیر؟ معذرت میخوایم. چاتن دستیار مدیر نیست مقبولک. این مثل یک خدمه کار میکنه. در شرکت فقط دوسیه میبره و دوسیه میاره. وظیفه‌ش فهمیدی؟ چاتن 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 بچم صبر کو. خالش لطفا مرا تنها بانین لطفا. بچم چاتنم گریه نکن. با قاسمی نجات پیدا کردن نمیتونی. وقت خانه بریم دانه حسابی خود دادی دختر. خدا از ارزویتان راضی باشه. کارتان عالی بود. کلگی از نان بسیار تعریف میکردن خاله جان. بسیار زیاد تشکر. خدا را شکر که کار شما انجام شد. زنده باشین. از برکت شما ما یک کار پیدا کردیم. کم مونده بود که از یادم بره. یام در مقابل نانتان با خوشی خرچش کنیم. زنده باشی. خداوندت راضی باشه. با لطف خداوند همه چیز رو برا میشه. این روز آرام سپاری خود کردیم جانم.
خانه شما همینجا بود خواهر؟ بله همینجا. خیرت باشه انشالله. کاکا فیصل در این وقت شب در اینجا چی میکنه؟ معذرت میخوایم دخترم، ما خانه را فروختم، دیگه اینجا بودن نمیتونیم. خانه را فروختی؟ تو چی میگی آدم؟ با پول ضرورت داشتم خانم عادیه، مجبور شدم، پول خوبم دادن. معذرت میخوایم، ما هم نمیخواستم این قسم شب، ما دیگه چاره نداشتم. شما با خود یک جای دیگه پیدا کنین لطفا. حالا دیگه شبتون بخیر. آقا فیصل طرف مسئل کو چطور میتونی کرای نشینی خودت دنس پشب داری سرک بانی ها؟ چیغ ندار خانم عادیه، حالا همسایه ها جمع خود شدن. که جمع شون فهمیدی؟ جمع شون تا این کار رزیرانه تو را ببینن. بعد از قصاله های منطقه را کی نظر کرده؟ آقا سینان میمن از دکان میکشه، تو میایی بیچاره از خانش میکشی یا امکان داره؟ از بنده که نمیشرمین، حداقل از خداوند خوب ترسین. یک بار طرفی بیبی در این وقت شبی بیچاره بطنایی کجا بره، در کجا بخوابه، کجا بره؟ کاکا فیصل قربانت شوم، قسم نکن. حتی یک روزم کرای خانه تان ناوقت ندادیم، برات مشکل جور نکدیم. تو هم همراه ما هی کار نکن. معذرت میخوایم دخترم، ما با پول ضرورت داشتیم دیگه. هنوزم گپ زده میره. هر کار از خود طریقه و قاعده و قانون داره. در این وقت شب خانت به یادت آمد؟ ها؟ همین دقیقه با پول ضرورت پیدا کردی؟ نه خیر خانم عادیه، قسم نیست. در زمین من خواستم امرایتان تماس بگیرم. دروغ نگو. آدرس خانه ما معلوم است، شماره تلفن ما. چی شده؟ نمیفهمم ماما میان آمدم جانم. ما بردان میگم که چی شده. آقا فیصل یک خانم را که هیچ جای برفتن نداره در نصف شب از خانه خود بیرون کرده بیچاره را. این درام خاموش است. من اینجا هستم. من دروازه رو باز کن خانم عادیه لطفا. گفتم دروازه رو باز کن خانم عادیه لطفا. بسیار بد خواهد تو بردکم. شما اونجا ایستاد نباشین. کسی که وجدان داره این که بیایم و از حقی خانم دفاع کنم. حالتی که امروز سرازی آمده فردا سر شما خودم است. چنار مثل خود یک زن به شرمه پیدا کرده. اگه زورش برسه و رو لطه کوبم خواد کرد. بیاین از همسایه خود دفاع کنین. بیاین. گپا دراز نکن خانم عادیه. ایره خوب میفهمی که من فکر روزی خود هستم. وضعیت من خبرت معلوم است. بدون خانه دیگه چیز ندارم. باید زندگی خودم پیش ببرم. از قیمت اصلیش کده پول زیاد برم دادن. کاش قدر پول دار میبودن که پیشنهادشان رد میکردم. اما غریب هستم دیگه دختر. درست است کاکا فیصل. پس بگو خانه را به کی فروختی؟ بگو که او کی است، رفته همراش گپ بزنم. وقت وضعیت ما برشان بگویم و مرا درک کنه، از این خانه بیرونم نمیکنن. گپ بزن پیرگی. حالا که خانه را فروختی بگو تا همراش خود ما گپ بزنیم. زود باش بگو. اگه گپ بزنین هم فایده نداره. بیازا با شرط خانه را خریدن که زود تقلیه شود تا هرچی زودتر کالا مالای خدا بیارن. دیگه من براتون چیزی کده نمیتونم دخترم. برین طرف کار بارتون. حالا دیگه شبتون بخیر. شما تمامتان خجالت بکشید. خجالت بکشید براتون گفتم. برین. افسوس به نام انسان که سر شما مانده شده. براحتی بخوابین. چرا خیدنم خاموش کنین. اما آرام باشین، بس است دیگه. من چی خود کردم خواهر؟ چی خود کردم؟ کجا برم؟ چی کنم؟ خانه ما میریم خواهر. با خانه ضرورت نداریم. عثمان بچه می بکسه بگم رای ببر. حالا احمد جان شما چی میگین؟ دمت فقط چه باش. گفتم چه باش. حالا دیگه که بریم. فکر میکردم ازش نجات پیدا میکنیم، اما او چنار است. به هر قیمتی که شده باشه به خاطر یک خانه دیگه پیدا میکنه. بانی که پیدا کنه. او مار ده هر سراخی که پت شوه همو سراخ پیدا کده سرش خراب می.
حرکت کو ساله. خانم اسما شما خوب هستین؟ رنگتان کاملا پریده. خوب هستم، چیزی نشد اما تو معلوم میشه. بسیار معذرت میخوایم. هر روز ازی باید 2 قطره برش بده. کلش همیت فامیلی. ببین تشویش نکن، بیش ازی که سرت شک کنه کار تمام میشه. کجا رفته بودی جانم؟ اگر کمی دیگام دیر میکردی باز فکر میکردم مرا تنها مونده از اینجا رفتی. راستش همراه دوستم روبرو شدم. دازم تو رو یک قسم تنها کی میمانم. ما رو تنها مرگ میتونه جدا کنه. خانم اسما مطمئن هستین که خوب هستین؟ میشه که بریم از اینجا؟ درست است. ما با اجازهتان میریم دیگه. آهسته. حالا اونا رو بگه او در جاش بناله. خوش آمدی خواهر جانم، بیا داخل بریم. خواهر کاش میشد مزاحمتان نمیشد. مزاحم چی دختر؟ این گپا رو نمیخوایم بشنوم. این خانه هم از تو است، هم بالا چشمای ما جای داری جانم. حالا ایره برم بکی. حالا تو هم برو لباس های تا تبدیل کو. خالایشی تو امشب در اتاق تو می باشه. من در کجا بخوابم ماما؟ در سالون. نه خیر تو نمیشه خواهر. من در سالون میخوابم، دمت در جای خود باشه. تو در کار نداشته باش. حرکت کو دختر. نمیبینی که خاله زیاد مانده شده؟ بیازو پروای من بیچاره را کی داره اما؟ همیشه من باید فداکاری کنم. بی دمت. اشتباه امروز برات بس نبود دختر ها؟ حال نقدان من را باز نکن. تو پشت گپایی نگرد خواهر جانم. بیازو از خود کم مشکل داشتیم که حال یام آمد. میخواستم از قسم زندگی نجات پیدا کنم. من چی خوابایی به سر داشتم، اما بازم در اینجا زندانی شدم. رویای من از بین بردی چته. برم دروغ گفتی. هرگز تو را نمیبخشم، هرگز. دستیار مدیر؟ معذرت بخواهم. چطور دستیار مدیر نیست مقبوله. این مثل یک خدمه کار میکنه. در شرکت فقط دوسیه میبره و دوسیه میاره. وظیفه فهمیدی؟ قدرت احمق بازم کار خود انجام داد. تو مرا تبا ساختی. اما نه خیر، ای بار فقط اشتباه از خودم بود. فقط از خودم. شتن احمق، شتن احمق. تو را چی غرض که بدم دروغ بگویی ها؟ تو چی کار هستی؟ ازم اول باید بدمت راست میگفتم. اگر دمت از دست بتم زندگی ما تباه خود شد. هنوزم باورم نمیشه خواهر. دهی شهر کلان رفته خانه مرا پیدا کرده خواهر. راست میگی، حتی 2 برابر پولم دادن. خواهر ما حالا چی خواد کردم؟ بیازو به سختی خانه را پیدا کرده بودم. چی خواد کردم؟ کجا خواد رفتم؟
بدون سرپناه اینجا چطور زندگی خود کردم. خوش بودم که به اولادم نزدیک هستم. اما ایره بیبی خداوند خودت همراهیم کمک کن. زیاد تشویش نکن. خداوند بسیار مهربان است. دادم اینجا خانه نیست. اینجا خانه خودت است. تا وقتی که کارهای ما درست و منظم شود با هم یک جا زندگی میکنیم. قسم نمیشه خواهر، شما هم از خود زندگی دارین. نمیخوام زندگیتون خراب کنم. نه خیر، ما باید یک راه دیگه پیدا کنم. چنار چیزی که گفتم اما تو میشه. با هم یک جا زندگی میکنیم، فهمیدی؟ نمیخوایم چیزی دیگه بشنویم. خدا من از تو راضی باشه. خدا را شکر که تو همراهیم هستی. اگه تو نمی بودی نمیفهمم که چی میکردم. خوابم گرفته. اگه قصیتان خلاص شده باشه باز میخوایم که بخوابم. راست میگی دخترم، به از اون وقتم شده بود. بیا که برات اتاق نشانم بدم خواهر جانم. میخوایی که برش اتاق نشان بده. این اتاق از کجا کت؟ آی کم از که دیوانه شوام. شما را چی شده خانم اسما؟ وقت نان خوردنم یک رقم بودیم. برام نگوین که خوب هستم، چون میفهمم هیچ خوب نیستیم. گوش کنین آقا عمر، براتون یک گپ میگم، اما خواهش میکنم گپ مرا نادیده نگیرین. درست است؟ درست است، هر قسمه که شما بخواید. امروز آقا سردار در رستوران همراه یک خانم گپ میزد. آقا عمر او زن دواره برش داد. ایره به بطول بتی گفتا که خبر میشه کارش خلاص است. گفتنی گپ بسیار سخت است، اما معلوم میشه که خانم بطول میخواین از بین ببرن. نه دیگه خانم اسما، شما هم نه؟ گفتم به چشم این دیدم و به گوشم شنیدم. گفتن که زهره. گفتن هر روز دو قدر برش بتی. آقا سردار خوش ندارین میفهمم، اما قدرش هم دیگه زیاد است. یعنی هی قدر به وجدان شده نمیتونه که خانم خود از بین ببره. از کجا میفهمی؟ در پیشانیش بیگانه نوشته است. چطور؟ از این معلوم میشه که شما انسان درست شناخته نمیتونین. شما میفهمین که در دنیا چقدر انسانای ظالم و بی‌وجدان زندگی میکنه آقا عمر؟ اما درست گپ ما بشنوین آقا عمر. اما اشخاصی را که ما دوست داریم، ما بالاشان اعتماد داریم، اما نمیخواین زندگی ما را تباه بسازن. هرچی که میشه شوه، اما در دنیا سر کس اعتماد کردن بسیار سخت است. بالای اشکای دروغی نشان. اگر مادرتان باشه باور نکن. خانم اسما، بیاین مادر جان. مادر؟ خیریت باشه، در این وقت از کجا آمدین؟ کاری را که شما انجام داده نتانستین او را انجام دادم. کدام کاره؟ فیدان. آی ترگوت جان، دیگه چی بوده میتونه؟ امو چنار دیگه چشمای ما روشن. چنار بار دیگه نزدیک ما آمده نمیتونه. ام از کارش و ام از خانه شوره کشیدیم. جانم چنار مجبور از دیگه حاله از اینجا بره. یعنی این موضوع دیگه بسته میشه. در ضمن او زن معیف شد، کارش از دستش رفت. تو چرا سایل داری ترگو جان؟ نه که دروغ میگم. یعنی بازم امرای شنار حق تلفی شد. به سالگیری دوستم رفته بودم، ده هیچی گپ است؟ اگه میگفتم برم اجازه میدادین؟ بیبی هنوزم گپ میزنه. پس لباس ها چطور؟
او را چطور گرفتی؟ بس است بگه. فقط که من نوکرتان باشم. در ضمن حال من حساب کارای من بتام، یعنی آزادانه زندگی کردن نمیتونم. زیاد گپ نزن دختر، عذرت بدتر از گناست. شما به جایی که سرما گپ بزنین یک دفعه کار خودتان ببینین. این زن بچگونده اینجا چی میکنه؟ از وقت کو آمده هیچ کار ما درست پیش نمیره. حتی دکان از دست ما رفت. حالی هم گرفتم به خانه آوردینش. دعا کنین که این خانم از دست ما نره. صدایت نکش دختر، صدایت نکش. گفتم گنگش یک دقیقه. بلی از خدا رام باشو زن مشنوه. اوف بانش که بشنوه. دقیقش نیستم. اگه گپایم سرش بد نخوره از اینجا بره. نمیفهمم چی کرده بود که به زندان برده بودنش. باز شما یک مجرمه به خانه آوردین. بیبی دختر چرا گپای ناق میزنی؟ تو میفهمی که خالایشید بدون کدام جرم زندانی شده ها؟ باز شما باور کردین. از کجا میفهمین که دروغ نمیگه؟ این زنده ای خانه نمیخوایم. چرا نمیفهمین؟ نمیخوایم. گپ ما گوش کن. کسی از تو اجازه نمیگیره، فهمیدی؟ از طرف دیگه این خانه از ماست. آیشا هم دوستم است. من که خواستم اینجا میباشه باز میباشه. خوب است، اما وقت کار از کارتیه شد پیش من نیاین. دزدی کردن دکان برش کفایت نکرده، حالا آمده که خانه ما رو دزدی کنه. جنار او رفتن. حالا خوش شدی؟ چنار دایی وقت شب بدون خبر کردن کجا میری؟ سحر زنگ زده بود. وقتی که از گپا خبر شده برم گفت که بیا همراه ما باش. از این خاطر من با عجله برآمدم. سحر مهر بهانه است. حتما گپای دمت شنیدی نه؟ سرت بد خورد. از این خاطر میخوایی که از اینجا بری؟ نه خیر خواهر، به او هیچ ربطی نداره. نمیشه، اجازه نمیتم که بری. من یک دوست خوب خدا چطور اجازه بدم که بره خواهر؟ قربانت شو مهربان که برم. نمیخوام آرامش کسی را خراب کنم. خواهر لطفا شلن نشو. لطفا نکو دختر. میفهمم از خاطر دمت میخوایی بری. دمت خالص خورد دختر است. ما زنای فامیده با یک دختر خورد باور کنیم. نه خیر خواهر، به دمت ربطی نداره. سحر منتظرم است، من باید برم. در ضمن تا وقتی که خانه با خود پیدا کنم همراه دختر و نواسین زندگی میکنم. چی مشکل است؟ مرا ببخش خواهر جانه، نتونستم یک بارم تو را خوش نگاه کنم. لعنت به تقدیر من، به اولادی که کلانش کردیم. خواهر تو کاری رم رایم کردی که حتی نزدیکترین دوستان نکرده. خدا من از تو راضی باشه. حالا به خونت برو، به فکر من نباش.
yazık ki şimdi ayrıldık. Özledim seni. Geçer sanmıştım, aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşlarım hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda. Gözlerindeki o tebessümü görmek için ben yıllarca beklerim. Seni kalbime gizledim durdum. Senden asla vazgeçmedim. Hep bekledim durdum. Sensiz olmaz, kalp dayanmaz, bu acı bir fırtına. Boyun eğmez sevdiceğim, geçmez bu hatıra. Sensiz olmaz, kalp dayanmaz, bu acı bir fırtına. Boyun eğmez sevdiceğim, geçmez bu hatıra. Gözlerindeki o tebessümü görmek için ben yıllarca beklerim. Seni kalbime gizledim durdum. Senden asla vazgeçmedim. Hep bekledim durdum. Hep bekledim durdum. Hep bekledim durdum. باشه بیبی حالا قصه چیگه خوش شده قهر میکنم بار دقام هیچ طرفش سعی نمیکنم. درست است من همراه مادر کلانت گپ زدم برام وعده داد که بار دیگه پشکت بیرون نمیکنم. برش بخوایی اگه پشک ما دوست نداشت باز ما موره دوست ندارم. درست است حالا برو بازی کن قبل از اینکه مادر کلانت بیدار شوه خانه بریم. درست است. مادر تو را چی شده اینجا چی میکنی؟ سهر مادر این چی وضعیت است؟ از اینجا خوابیده بودی حالا برام قصه کن. چیزی نیست دختره. درست است مادر جان درست است آخر خسته نزار حالا بخیز که باشه فقاره بری. فیدان
فیدان تو چی میکنی دختر ها؟ ای چی حالا انداختی؟ کل باغچه را خراب کردی دختر جان. ای عروس باز سر چی قهر است ها؟ همیاله ایره جمع کنم میخوایم ببینم کم از باغچه از بین بره. دقش لاقم ما میشده باغچه میکدیم، هیچ چیزی نمیشد، تشویش نکو. به خدا که تازی کارایشان اینا مرا دیوانه خود کردن. کل اولی را پخت پر کردن ها. بویش حالا کل جای خود گرفت. بی حتی وقت بویش آمد. جانان اینجا بوی چی است؟ چه قسم یک بوی است؟ اوه بسیار تشکر جانان. خب خوشمزه پخته کردی، حتی بویش به اتاقم آمده بود. حالا فهمیده شد. اینجا بوی گوشت است. او چی است؟ نیک پنیر خانگی است. بته جانان بته. با خدا بسیار عالی است. کلش سرد سر آمد، کم است که دلم بد شود. صبر که زحل، از چنار نجات پیدا کردی. آل نوبت آسی است، از شهروام خلاص میشی، کل چیز خوب میشه. کم دگم صبر کن. صبحتان بخیر. ها از تو هم مادر جان، خوش آمدی، بیا بشین. صبح بخیر مادر جان، بفرمایید. ای چه رقم یک وجدان است. نصف شب کی از خانه خود کسی را کشیده. از این کارشان انشالله خیر نبینن، خداوند جزایشان بده. این نتایجتان هم آمد خانم. بسیار شدید خانه خوردین. توصیم بر شما ای از خانم که باید استراحت کنین و دوایتان منظم بخورین. در غیر از وضعیتان بدتر خواهد شد. متوجه باشین که دوای خود فراموش نکنه. شما تشویش نکنید، من متوجهش می باشم. از سابق کده خوب تر خواهد شدن انشالله. ناخ بر جنجال میخری دخترم. حاله به تو هم جنجال جور شدم. ایت نگو مادر جان، بالای چشمایم جای داری. چند دفعه زنگ زدم اما جواب نمیده. حتما همراه درو بازی میکنم، صدا را نمیشنم. یعنی بار اولش نیست که پارک میره بدون اینکه چای صبح بخورن رفتن بچی. هیچ به عروس نمیمونه، فقط کدام بیکاره باشه. وقتی که درو بگوی پارک میرم باز مجبور است که همراهش بره. از گشنگی کم است که بمرم. ها شکر خونم پایین میره، باز قهر میشه میره. خودت هم میفهمی. وقتی سیری تو را میفهمم مادر. زیر زبان گپ میزنی؟ خدا میگم به جایی که بیکار باشم یگان کار پیدا کنم. تنها یک پشک کم داشتیم. این وضعیت ببین، کل جای پشمش گرفته. آه مادر جان، بیبی چه قسم خودم مریض ساختی. ای تو چطور 700 پارک خوابیدم میتونی؟ خانم کاکای من خود چیزی نمیگم، اما به کدام روز به درد میخورم. در یک وضعیت چطور مرا خبر نکردی؟ دختره بسیار ناوقت شده بود، از این خاطر نخواستم مزاحمت شوم. اما موضوع زندگیت است، بساط ربط نداره. تمام شب در هوای سرد تیر کردی. بار دیگه هرگز این کار نکنی. حالا تو برو بشین، من میرم دوایت بگیرم. شما چرا مریض شدی؟ اینه که به جای آب و شوشاب سرد نوشیده. همه طرف با شربت چیزی نمیشه، پشکاری کنین. مامی یک دفعه کلونو فوندیده بود، باز دکتر مرا پشکاری کنه بود، اما تو باز خوب شدم. یک دانه خاله عایشه است. اگه تو همراه ما باشی باز من هیچ وقت مریض نخواد شدم. درسته. خب اولادا کجاستند؟ کم از سر وظیفه ناوقت شود. درست است جانم. قدرت، حالا بچیم چای صبح تیار است. عروس، فکر میکنی قدرت تنها بچه‌ت از دیگران از سر سرک پیدا کنی؟ استغفرالله مادر، ای قسم چطور امکان داره؟
فکر کردم وقتی که قدرت بیایه دیگران خودشان هم مشنون میاین. اسما، چتن، اولادا الا پایین بیاین، چای صبح تیار است. زود باش جمع تلفن جواب بده، زود باش. فقط برام یک موقع دیگه بده. حالا بازم زنگ زدم میره. چتن است. خب جواب بده جانم. چرا جواب بدم؟ کسی که سرش در زندگی زیاد باور داشتم حمله قسم یک کار انجام داد. طرف چشمایم دیده برم دروغ گفت. اگر جواب بدم باز چی بگویم؟ به گپ زدن چیزی مانده؟ یک بار جواب بده، حتما کدام دلیل داره دیمت. برایش اجازه بده که زپای خدا برات بگویم. او هم خویی حق داره جانم. پس من حق ای کار داشتم؟ چتن خود کمی هم دلش برم نسوخت. معاون مدیر گفتم میشم خوب لاف زدن یاد داشت. من آرزو داشتم که چتن مرا از زندگی نجات میده، اما بیبیزگان بدتر شد. او تمام آرزوهای مرا نادیده گرفت. اوف، من چقدر احمق هستم. آی دمت، فقط که رهبری کدام شرکت کلانه به دست داری. هر موضوع یک دلیل می داشته باشه. پشت اتو گپا نگرد. اصل گپ همیشه چرا درک نمی کنی سیبل؟ من وقتی که میخواستم از این تاریکی نجات پیدا کنم با چتن نمیتونم دیگه غرق شوم. من یک زندگی راحتم میخوایم، نه که بسیار زیاده است. دمت خواهش میکنم از من منصرف نشو. لطفاً برای من یک موقع دگام بده. ساعت 2 با چای خانه بیا، میخوایم امروز گپ بزنم. اسما، صبح بخیر باشین. صبح بخیر جان مادر. صبح همتان بخیر. صبح تو هم بخیر باشین. بیا جانان دخترم، حالا چای بیار. خیرت باشه چتن، هنوز آماده نشدی؟ نه که نمیخوای امروز دفتر بری؟ کاکا امروز هیچ خوب نیستم. اگه نرم به نظرم بهتر میشه. تو امکان نداره چتن. کاربار از خود یک مسئولیت میخواه، نمیشه دایم به میل ما باشه. چتن بچیم، رنگت سفید پریده، نه که مریض هستی؟ نه خیر، کم خوب نیستم، شاید خنک خورده باشم. درست از حال صبحانه تا بخو، بعدن فیدان برات آب لیمو تیار خود کرد. اسما کجاست؟ فکر کنم امروز کم وقت‌تر رفته. خانم اسما، از آمدنتان خوش شدم، بفرمایید. میبخشین خانم بتول، قبل از اینکه خبر بتم اینجا آمدم. مهم نیست، بگوی. کی است جانم؟ دی صبح وقت خیریت خواست. آمدم کمرای خانم بتول کمی گپ بزنیم. خواه پس دیتر است. بیا این در باغچه با هم گپ میزنیم، هوام خوب است. درسته. شما چیز میخورین بیارم براتان؟
قهوهم آماده دارم. تشکر، زنده باشین. بیازی زیاد وقتتان نمیگیرم. خانم بتول، شاید با گفتن گپایم شما را ناراحت بسازم، اما کدام مشکلی پیش آمده؟ شب گذشته وقتی در رستوران بودیم شوهرتانه با یک خانم دیگه دیدم. اون خانم برش یک بوتل داد، میگفت روز 2 قطره برش بتی. گفتن این گپ بسیار سخت است، اما فکر کنم که همسرتان میخواد شما را از بین ببره. چرا این تلویزیون روشن نمیشه؟ آها درو، باز همراهی ریموت بازی کردی، باز کلش خراب است. اوف، کم حوصله. خیرت باشه. خلایش همراه ما میباشه چون بسیار مریضه. مادر اجازه بده، زیاد مریضه، سر پای سال شده نمیتونه. اینا بیخی بیشرمی را از خود کردن، اما تو حوصله کو. من خوب میفهمم همراهتان چی کنم. اما تو خوب است مادر. کاش هیچ زحمت نمیکشیدی دخترم. بیزو خوشت نمیخواه که من اینجا باشم. دقیقه او نشو مادر، هیچ تشویش نکن. دزم گپای دکتر شنیدی؟ اگر متوجه نباشی وضعیت از این کده وخیم‌تر میشه. ده این حالت تنها نمیمانم، فهمیدی؟ خالایشم، من مواظبتان میباشم. یک دفعه مادر مریض بود، من برش نان دادم. درست است، 1 دو نیم تو پیش خالایشید بشی، ما میرم یگان چیز خوردنی آماده کنم. درست است؟ ارجمند، یک بار مامی تلفن ما جواب بده، حالتی کن. او زنده اینجا چی کار داره سحر؟ نمیشناسمش، من نه چیزم میشه و نه مادرم است. این کار چی معنا داره که یک زن ناشناخته اینجا میاری ها؟ صاحب خانه اونا را در نصف شب بیرون کشیده، در پارک خو کردن، مریض شده بیچاره. تا وقتی که خانه پیدا نکنه اینجا میباشه. برای همیش نامده، تشویش نکن. نه خیلی به همیش میامد. دخترم اینجا پرورشگاه است و مشکل از گلوی یک لقمه تیر نمیشه. دیگه توانی را ندارم که هیچ کس باشه. ارجمند خب بیکار است، تو هم کل روز بیکار میگردی. با 1000 لیره چطور از توانی کار برای با پول تقاوت چند نفر نان بتیم ها؟ مادر خودم حلش میکنم، تشویش نکن. چیزی نیست، موضوع کلان نکن. چطور نیست؟ مرا خود کلانت فکر نمیکنی ازم بپرسی. اما تو در قضیه هم طرفم نیستی. هر قسمه که دلت بخوای همون کار انجام میدی. دیگه میخوای چی شوه؟ با دخترم بار اضافی شدیم. خدایا خودت کمکم کن، مرا به دیگران محتاج نساز. همه که صحتم خوب شوه از اینجا میرم، اما مرا هر چیز زودتر خوب بساز. خدایا خودت برام قوت بده. تو چرا تو میکنی مادر؟ تنها یک بشقاب دگام تا میز اضافه میکنی. با مو میز با یک کس بی سر پناه را سر سرک بانی، یعنی میگی با هم از اینجا بیرونش کنی؟ با تو خود کدام مشکل نیست. کدام دفعه شده که پول آورد، بعد از آوردن پول میفهمی از این خاطر خرج کردنش برات آسان است. مادر ولی از خدا کمه آرام باش. اگر این خاطر بانش که بشنوه دل مردم خوش کده به قطعی خود انداخته نمیتونیم. مادر آرام باش لطفاً، عذر میکنم. خو هنوز چیزی نیست. یک دفعه ارجمند بیایه باز من و تو گپ خود زدی محروز شد. میفهم قبول کردنش براتان سخت است، اما حقیقت خامی است. فکر کنم شما هیچ متوجه نیستین که چی میگین خانم اسما. با گوشای خود شنیدم، اما او زن میگه فقط روزانه 2 قطره برش بتی. بس
پس سوزان چطور بود؟ میشه نشانیشو برام بگویی؟ قد بلند داشت، رنگ مویایش قهوه‌ای بود، خودش هم لاغر و جلدش هم سفید بود. فکر کنم خانم اصلی است. گفتین اصلی؟ شما او را میشناسین؟ البته که میشناسم. خانم اصلی دکترم میشه. از برکت اونام از سرطان نجات یافتم. حالا که بتانه فهمیدم. فکر میکنم میخواین دوای ما تغییر بدن. دلیل گپ زدنش با سردار شاید امی باشه، به خاطر که من روی خود از دست ندادم برام نگفتن. خب چرا نخواسته براتان بگویه؟ اگه او زن دکتر شما میشه باز لازم است در مورد دواهایتان براتان بگویه. به خاطر که من زیاد کنجکاو هستم اسما جان. خانم اصلی و سردار هر دوشان در این مورد بسیار حساس هستند. هیچ وقت کاری نمیکنه که من به ناحق به تشویش شوم. شما چقدر غلط فکر کرده بودین، اما بازم در فکر ما شده و تا اینجا آمدین مهربانیتان نشان دادین. خانم بتول خواهش میکنم متوجه خود باشه، ما هنوزم سر شوهرتان. لطفا خانم اسما، رفتم میتونین. روزتان خوش. درست است سلطانه، این حالش میکنم. یادت نره که دو قطره بچکانی. اگه بیشتر اضافه کنی باز تحقیق فهمیده خواست شد که زهر برش داده شده. تشویش نکو صدقه شما، متوجه هستم. سردار شفا باشه. به امید دیدار. همراهی که گپ میزدی جانم؟ یکی از مریضایم بود. اقدر ور خطاسو میترسه که در تداویش کدام مشکل پیش نیاید. وقتی که خوب شوم باز خیالش راحت خواهد شد. در روزای اول ما ماموتو بودم، به یاد داری؟ اما تو یگانه مریضی بودی که بسیار آرام و خونسرد بودی جانم. یاب میوه از کی است؟ از کی باشه دیگه؟ از خودت است، کاملا تازه است. راستی خانم اسما در وقت صبح چی میگفت؟ چیز خاصه نبود، یعنی ارزش قصه کردن نداره. خیرت باشه. منتظر کسی هستی؟ نه خیر، خانم اسما هنوز نامدن، از این خاطر به تشویش شدم. خوب میشه یک بار زنگ بزنم. منتظر از او است، به نظرم زیاد دقیقه سیش است. میبخشین چیزی گفتین؟ میگفتم ضرور نیست. اپیک، میخوایم ازت یک چیزی بپرسم. در این اواخر خانم اسما کم جگر خون معلوم میشه، متوجه هستی؟ نه که کدام حادثه برش در گذشته رخ داده باشه. من خود نمیفهمم. یعنی نه مادر داره و نه پدر، بشه خواهرمشان مثل یک یتیم زندگی کردن از این خاطر. تو زدی است عمر جان. من زدی نگفتم، برعکس خانم اسما بسیار شجاع است. حتما کدام غم داره که از ما پات میکنه. فکر شاید کدام مشکل باشه که بر ما گفته نمیتونه. نمیفهمم. اگه کدام مشکل داره باز بشه یکان روانشناس بره. تداوی خود کنه دیگه، یک وظیفه ما نیست. فیدان اونا را خوب بتکان دخترم، کوشش کو چیز باقی نمانه. ما کارم خوب بلد است مادر، تشویش نکو. آفرین دخترم، کارت درست انجام بده تا زود خلاص شوه. درست است؟ مادر جان دیگه از چنار نجات پیدا کردیم، برای حتی خواد خوابیدیم. ای برش کم بود عروس، باید بلای بدتر از این سرش می آمد. اما اگه بار دیگه کوشش کنه به نواسایم نزدیک شوه باز قسم میخورم او رو از بین خود بردم. مادر جان کجا میرین؟ پیش سحر میرم. طفلان دا نزدیک خود چانده که او را مریض بسازه. دخترم بیا دیگه کلان تیار است، بیا جانم نان بخو. حالا دیگه
سر میز میایی یا همونجا برات نان بیارم؟ میایم دخترم. درست از دخترم، تو برو. اسما خوش آمدی. حالا داخل بیا. خالایشه شما اینجا هستین؟ خوش آمدین. یکمی کم بود. خوش آمدی دخترم. صاحب خانه از خانه بیرونش کرد، باز من اینجا آوردمش. هیچ تو امکان داره خالایشه کرایه‌نشین چطور از خانه بیرون کردن میتونه؟ من رفتم روش گپ میزنم، نباید حق کس تلف شوه. خانه خدا فروخته دخترم، حالا دیگه بسیار دیر شده، دقیقش نشو. یه خانه دیگر پیدا میکنم. اما خالایشه این قسم خانه میشه، شما باید از حق خود دفاع کنین. درست است اسما، دقیقش نشو، بشی که نان بخوریم. درست است فهمیدم ده اینجا به من جایی نیست. شما چی میگین؟ لطفاً بشینین، به خاطر من خدا به تکلیف نسازید. بشین دخترم، بشین. سرم درد میکنه، من داخل رفتن استراحت میکنم. بشین، دقیقش نشو. بشین. بعد از دخترم. شما شروع کنین، من چای میارم. به خاطر به دست آوردن اولادم می درد تحمل میکنم. اگه چتن و قدرتم اینجا باشه باز من دیگه چیزی نمیخوایم. لطفاً دمت بیا، لطفاً خواهش میکنم بیا. خدا را 1000 بار شکر، دمت آمد. خوش آمدی. دمت ببین، همراهت گپ میزنم، همه چیز برات میگم، تو هم قبول خواهد کردی، درست است؟ دیگه به گفتن چیزی مانده؟ تو مرا فریب دادی، احساساتم به بازی گرفتی. یا امکان داره؟ تو چرا قسم میگی؟ من مجبور بودم، باور کو. اگه مجبور نمی بودم تو را جگرخون نمی ساختم. اما جگرخونم ساختی، مرا فریب دادی چتن، در حالی که من برات گفته بودم از قدر جنجالا خسته شدیم، میخوایم راحت زندگی کنم، این خواستم زیاد است. این همه به خاطر نیست که دوستت نداشته باشم، به خاطری است که میخوایم همراه زندگی کنم چتن. من برای درد دل خدا گفتم، اما تو گپای من جدی نگرفتی. از این دروغت خسته شدیم چتن، بسیار خسته شدیم. دمت حق ای همه نیستم، در مقابلت همیشه صادق بودیم، اما تو چیگری فقط فریبم دادی. دیگه همه چیز خلاص شد، یعنی تو خودت همه قسم میخواستی.
دیگه هیچ راهی به ما نمانده. دمت خواهش میکنم نرو. تو گفتم با شخصی با مثل تو ضرورت دارم. نفر دست راست من خود بودی. اعتماد من از بین نبر، ما هم به تو اعتماد دارم. تشویش نکنین، شما را شرمنده نمیسازم. حال اینا را به من بده. دم اینجا منتظرم باش. مادر من سیر شدم. باید الحمدلله بگویی. چی منی؟ یعنی باید شکر کنی. باید از نعمت خداوند شکر گزار باشی. الحمدلله. به تکه برای چای بندازم خواهر جان. ما میبینم دخترم. آسیا مادر؟ به من مادر نگو. تو دهی خانه چی میکنی ها؟ لطفا مادر، حال خود شنیدن. بان که بشنون. اجازه بده همگی بفهمن که چطور یک انسان از بین بردی. سحر چی؟ او چطور برات اجازه داد؟ سحر؟ مادر لطفا اصلا وقت از راه دور شو. سحر؟ مادر کلان جان؟ مادر کلان؟ اسما؟ خوش آمدی. ما را متعجب ساختی. تو ده اینجا چی میکنی دخترم؟ با دیدن خواهرم آمدم. دیدیم که خالای شام هم اینجاست. با هم گپ زدیم. سحر. خانم آسیا، خوش آمدین. چرا اینجا استاد هستین؟ داخل بیاین. معذرت میخوایم، با این وضعیت پیشتان آمدم. میبخشید. بیا مادر کلان، برات میشه که خودم نشان بدم. بسیار شیرین است. خدا جان، چرا زحمت کشیدین؟ بسیار زیاد تحفه خریدین. دخترم به مادر کلانه سرپایی بیار. نه خیر، نمیشینم. فقط خواستم شما رو ببینم. چیزی که باید میدیدم دیدم. بسیار کار دارم، به اجازه تان. این امکان ندارد. به خدا اجازه نمیتم. یک وقت دیگه باز خواهد آمدم. میرم به اجازه تان. سحر میشه امراین بیرون بیایی؟ اسما تو متوجه خالایشه باش. خالایشه لطفا داخل برو. خدا جان، قسم خوب نشد، بازم منتظرتان هستم. اسما دخترم، خانم آسیا چرا سحر خواست؟ حتما گپ میزنن. توبه، چرا باید به تنهایی گپ بزنن؟ از کجا بفهم خاله نریمان؟ بیازو مربوط ما نمیشه. بهتر است که داخل برید. سحر، او قاتل در خانه تو چی میکنه ها؟ مادر کلان چوب باش سحر، چوب باش. میفهمم به من احترام نداری، به پدرت هم احترام نداری. سحر دختره، او زن قاتل پدرت است، تو چرا نمیفهمی؟ تو هیچ وجدان نداری. چطور؟ دیگه چند بار برات بگویم مادرم بیگناه باش. دیگه از او زن دفاع نکنی. سحر مادر کلان قسم نکن.
در قصه خونو پیوند ما نمیشم، تو را تباه میکنم. خاله جان یک بار بیبی. آی من قربانت شوم. وای چقدر خوب رنگ آمیزی کردی، آفرین به تو. آی خدا میفهمد چی گرفته، بسیار دل کلان داره ایزن. مادرم پیش من آمد، در حالی که در سرک مانده بود بازم پیش من آمد. من خودم پیداش کردم در پارک در حالت بسیار بد استراحت کرده بود. او زن مادرم است. بسه او زن دیگه مادر نگو. خجالت نمیکشی که خواهرت امرش در خانه جای دادی ها؟ او مادر چتلو اسمام است، اگر بخوایی یا نخوایی حقیقت تغییر نمیکنه. بیبی خاله جان مادر کلانم برام چی خریده، بسیار مقبول است. هوات نیست ببینم بسیار مقبول. فکر کنم خورده است. حتما از مست قدیم را فراموش نمیکنه. بسیار مقبول است، بسیار خوشم آمد. به نظرم که خورده است. چی میگی جانم؟ اندازیم است بیبی. اما به خواهرم بسیار میزیبه. نخیر ای بندازی خواهرت است به ما گرفته. بیبی این از خودم است. چقدر مقبول است بیبی. فکر کنم تو از یاد بردی که در مقابلت کی استاده است، اما من به یادت میارم که من کی هستم. گپایی را که میگم اگر انجام ندی با تاوانش خود پرداختی. خوب گوش کن، از چنار یک لحظه دور نمی باشی. از هر قدمی که برمیداره برام خبر میدی. گپ ما فهمیدی؟ اطاعت میشه. هر جایی که میره، هر کاری که میکنه باید ازش خبر شوم. امرتان به جای میشه. مادر کلانم رفت؟ بله رفت دخترم. شما خوب هستین؟ خاله شباز مریض شدی؟ خواهر به خالای شکم آب بیارین. بگی خالایش. زنده باشی دخترم. خواهش میکنم. خانم آسیا بیا زودی با مالاتیا میره. من امرا اینا چی کنم؟ در این خانه هیچ جایی نیست. یکم اینا کم بودن. به خاطری که کم بودم مادر کدم خانم. وقتی ما رفتیم شما استفاده خود کردیم. در این گرمی اینا را چی کنیم؟ قبل از اینکه دیوانه شوم اینا را باید به قریه روان کنم. دیگه چیز نمیخوایم. اینا اینجا را به مزرعه تبدیل کردن. مادر جان خوش آمدین. بسیار زود پس آمدین. سحر چطور بود؟ خوب بود؟ توبه چی گپ است؟ این زنه چی شده؟ مالاتیا شهر دوست داشتنی ما هیچ جای اندازه تو زیبا و مقبول نیست. مالاتیا. او آسیا مادر خوش آمدین. امام جای خوابتان آماده میکردم. امشب بسیار راحت خود خوابیدین. فیدان مرا راحت باد. درست است مادر. ایره میمانم بعد از او باز. گفتم از اینجا برو. انشالله که خیرت باشه. چرا قدر قهر بود؟ فیدان
آسیا مادر در اتاقش چی میکنه؟ صبر ینگه، بهتر است که نری. مرا از اتاق بیرون کرد، گفت که میخوایم تنها باشم. چرا جانم چی شده؟ اما چی بفهمم دیگه ینگه؟ اما آسیا مادر بسیار قهر بود. بهتر است که هیچ پیشش نری. سر تو هم صدایش بلند خواد کرد. توبه نه که با سحر جنگ کردم. فیدان تو زود برام یک قهوه آماده کن. درست است. آله خواهد فهمیده. بلی از خدا خالایشه کمی متوجه خود باشه لطف. تشویش نکن، تا وقتی که خوب نشه اجازه نمیدم از اینجا بره. زنده باشی دخترم، خدا من ازت راضی باشه. خواهر به نظرت یک دکتر نخواهیم؟ لازم نیست، من خوب هستم. خدا از قدیم راضی باشه، بسیار به فکرم است. مادر کلان این برات بسیار خورده است، کم است که پاره شوه. چرا پاره شوه جانم؟ ببینید که چقدر عالی است و خورده است، یعنی دیگه پاره نمیفهمید. بهتر است چوب باشی. شما متوجه خود باشین خالایشه، اگر کدام مشکل داشتین باز برام زنگ بزنید. زنده باشی دخترم. جان خاله اینجا بیا بده یک موج برام. خاله چون تو بالا بیایی درست است میایم، اما تو هم بیایی. با امیدی دیدار خواهد. خب حال دیگه من میرم خواهد. زود بیا پشت دق میشم. درست است خواهر جان، در داخل ازت پرسیده نتانستم. مادر کلانم چی میگفت؟ او برای چیزی میگفت؟ دقیقش نشو، قابل تشویش نیست. به تشویش من شده بود. پرسید که کدام مشکل نداشته باشم از خاطر تو. مادر کلانم مهربان است، در مورد ما فکر میکنه. برات یک گپ بگویم، او همیشه متوجه ما میباشه خواهر جان. به هر صورت اگه به چیزی ضرورت داشتی برام زنگ بزن، درسته؟ خب حال دیگه من میرم خواهر. خداحافظ. درست گفتی خواهر جان. مادر کلانم ما را بسیار دوست داره، اینقدر دوست داره که وجدان خود زیر پای میکنه. وقت کردی دخترم. بته ینگه ببین، با بار آخر برات میگم او بسیار قهر بود. اگه این قهوه را دور انداخت و از اتاق بیرونت کرد باز نگویی که نگفته بودی. چیز نمیشه فیدان، تو به کارایت برس. حالا درست است. مادر جان داخل آمده میتونم؟ مادر جان براتان قهوه آوردیم. بیا عروس بیا. بفرمایین مادر جان. زنده باشی عروس. نوش جانتان مادر جان. مادر جان چی شده؟ سحر به شما چیزی گفته؟ از او خاطر قهر هستین؟ افسوس به سحر عروس. چطور میتونه او زنه مادر بگویه و در خانه خود رابطش؟ چی؟ اوه خدا بیدارت کردم. نه خیر دخترم، نخوابیده بودم. زنده باشی، به زحمت شدی. سحر آسیا مادر چی گفت؟ خب گپای خدا گفته رفت. اصلا برای مهم نیست که چی فکر میکنه. دقیقش نشو.
دخترم، به خاطر ما همراه تو هم دشمن خواهد شد جانم. نمیخوایم روابطتان خراب شوه. اجازه بده که برو. هیچ جایی نمیری مادر. بعد از اقدر سالا تو را پیدا کردی. حالا اگه به خاطر مادر کلانم شده باشه نمیخوایم تو را از دست بدم. همه چیز قبول کردیم. اگه لازم باشه با تمام دنیا مبارزه میکنم. سهرا، چطور میتونی قدر ساده باشی؟ چطور میتونی با گپای شیرینش فریب بخوری و او را به خانه خود اجازه بدی؟ من خواهش نفهمیدم. میفهمی عروس چشمایش کور شده. میگم مادرم بیگناست و هیچ چیز دیگه نمیگه. مادر جان، درست است که به گپ ما و کاکایش راضی نمیشه، اما ای که گپ شما را قبول نمیکنه ما بسیار جگرخون میشه. باور کنید. دقیقش نشو عروس. اگه همین قسم از او زن قاتل حمایت کنه باز داوانش هم خواد پرداخت عروس. بسیار زیاد تشکر، به زحمت شدی، اما دیگه نوشیده نمیتونم. دختر مهربان من، خداوند به همه یک قسم که اولاد نصیب کنه. کاری که من به شما کده نتونستم تو به من کدی. خداوند ازت راضی باشه جانم. حقت حلال که دختره. حلال باشه مادر. ما چی کردیم؟ خدایا صبر. میفهمه که مریض هستی، بازم آرام نمی باشه. دختره دقیقش نباش. هر چیزی که میکنه کنه، خود ناراحت نسان. درست است مادر جان، تو استراحت کن. میخواهید که بفهمید که برای شب برنامه ما کی است و چی مقدار پولا. اما پیش از اینکه او شخص به شما معرفی کنیم صداش کمه پخش کن. میفهمی که خالایش مریض. به ما چی؟ اگه مریض شفاخانه بره. بله بیننده های عزیز، باید براتان بگویم که بخشید. لطفاً کمه بفهم. خدایا تو صبر بده. در خانه خود ممرای قسم رویه میکنن. ایره بیبی هیچ دقیقه گفایم نمیشه، فقط که من یک شخص اضافی هستم. یک امیای شکم بود. او چی وقت میره؟ مادر بلیاز خدا چوب باش. تا چی وقت چوب باشم ها؟ کاسی صبرم لبریز شد. ای چی است؟ دیگه چی باشه؟ یخنی مرغ است مادر. اوه یخنی مرغ. اگه من به جای شمی بودم قرارم اینجا استراحت میکردم، اما اگه مریض شوم قسم از مراقبت میکنی؟ البته که نمیکنی. چرا به یک شخص بیگانه قسم خدمت میکنی؟ چند سال میشه که خوشویت هستم. کدام وقت قسم یخنی برام پخته کردی؟ مادر چه باش خودشونی بانک بشنوه. در ضمن چرا خانه کاکایت نمیره؟ وضع قارب زحل نیست. چرا خودشان ازش مراقبت نمیکنن؟ مادر کرم دیگه طرفش تحلیل نکرد. واضحه میکنم شخص بیکار است. طرف مثلا تو گفت دراز نکن. او را از اینجا بیرون کن. به خانه خودش روان کن. زودتر از اینجا روانش کن. دیگه من نمیفهمم. خدای تو خوب ازت مرا میبینی. برام کمک کن، خواهش میکنم. ما و اولادم به هیچ کس محتاج نساز. کمکم که کار کده بتانم تا یک قسم بار دوش دخترم نباشم. خدای تو بزرگ هستی، برام کمک کن. دمیز فقط یک فشخاب اضافی میمانی. چطور میتونی حسابی یک دیگه یخنی لازم بگیری؟ بعد از گناه داره تو انصاف نداری. تو میفهمی که گاز مفت روشن نمیشه ها؟ بیبی گپای من گوش نمیکنم. گپای من گوش نکده رفت. یک بار ارجمند بیایه باز کجا فرار خود کردی دختر؟ کجا میری؟ استراحت کنه، خسته شدم. همراه هدیه خواهر کمی قدم میزنم. مریض هستی چطور میتونی قدم بزنی؟ دکتر گفت که باید استراحت کنی. نه خیر دخترم، نباید استراحت کنم. استراحت کنه دیگه مریض میشم. هوام بسیار خوب است. چند دقیقه میگردم و پس میایم. بری و دیگه بر نگردی انشالله. من دیگه میرم دخترم، تو هم به کارت برس.
درست از خودت میفهمی، اما سرت فشار نیار. اگه خدا خوب احساس نکردی عاجل خانه بیا. درست است. خاله ایشه کجا میری؟ همراه هدیه خالد کمی قدم میزنم. وقتی که پس میامدی برای بسکت خشته و آش گرفت، اما بسیار گلان باشه فهمیدی خاله ایشه؟ تو هم بسیار بد هستی دخترم. سرش قهر نشو، حتما میارم. مادر به من حقیقت بگو، به خاطر خوشویم خونه میری اما تو نیست. دختره ما عادت او را خوب میفهمم، گپاش نمیشنوم، باور کن. هر دیگه تو داخل برو. داخل برو. نه با خود بیا چنار. باید قوی باشی، وقت مریضی نیست. از این بیشتر نمیتونی اینجا باشی. قبل از اینکه کار پیدا کنم اینجا برگشتن نمیتونم. خدایا بله هدیه خواهر. کجا هستی چنار؟ چی میکنی؟ من تشویشت شدم. زنده باشی خواهر، خدا را شکر خوب هستم. دخترم زنده باشه از مراقبت میکنه. تو چی کردی؟ کارت خلاص کردی؟ مزرعه را به راهنمای ماموران دادم، کارهای زیادی باقی نمانده. اگر قسمت باشه فردا خاتمه دارم. بخیر بیایی خواهر. مادر جان، من پیش شما می آمدم. یک مفکوره عالی در ذهنم آمد. این بار دیگه از چنار نجات پیدا میکنیم. گوش کنین مادر جان، حالا که سحر خانه ساخته نمیتونیم، پس همراهی نریمان گپ میزنیم. اونجا خانه نریمان هم است. کس را که نخواه در خانه اجازه نمیده. کافیست که یک بار برش بگوییم. بیازو بسیار میخواه که دل شما را به دست بیاره. به هر قیمت که شده چنار از خانه بیرون خود کرد. به نریمان زنگ بزن که اینجا. خسته نباشی. میبینم که هر روز چاشت اینجا میایی، کارهایت ما انجام میتیم. به خاطر که خارج میری اصلا در قصه کار نیست. معذرت میخوایم، دیگه تکرار نمیشه. مهم نیست، بیازو فقط چند روز دیگه مانده که اینجا بیایی جان. بله مشنوام. خوش آمدین. ناوقت کردین مام، به تشویش شدم. هر روز شما خوب نبودین، مام به تشویش شدم. بسیار تشکر، حالا بهتر استم. معذرت میخوایم آقا عمر، دیشب شما را زیاد ناراحت ساختم. استغفرالله. ما فقط به خاطر براتان کمک نتونستم جگرخون شدم. اما اگر روز میخواستین برام بگوین، ایره باید داشته باشین که گپایتون مشنوم. درست است، تشکر. دزم اگر موضوع شخصی نباشه میشه بگوین تا حالا کجا بودین؟ به تشویش شدم.
خواستم تامره خانم بتول گپ بزنم. هر چیزی که میگین بگوین، نظر ما تغییر نمیکنه. ما کاملا مطمئن هستم که آدم به خانم بتول ضرر میرسانه. چرا نمیفهمین؟ زهر تاثیرات خود نشان داده. به زودی کار تمام خواهد شد. تشویش نکن، متوجهش هستم. درست است. اگه چیزی شد برات خبر میدم. نه برای چای آوردیم. من خدا خوب احساس نمی کنم سردار. حتی نمیتونم دستم بلند کنم سردار. هیچ وقت مرا قسم نشده بود. نمیفهم مرا چی شده. زندگیم نه و سرطان نجات پیدا کردی. این قسم وضعیتت کاملا عادی هست. اما قبلا این قسم نمی شدم. ببین دست پایم کاملا می لرزه. حالا دیگه چای تا بنوش. آفرین. بله سیبل؟ مشنم چتن چی شده؟ تمت بزن کنیم جواب نمیده. اگر پیش دست لطفاً برش بگو که جواب بده. یک موضوع بسیار مهم است، باید با هم گپ بزنیم. چتن حالا هیچ وقتش نیست. دمت نمیخوای گپ بزنم. تا بیشتر از این بالاش فشار نیار. درست است، حداقل فقط تو گوش کن. سیبل ما هر کار کردیم فقط به خاطر او کردیم. گوشکو وعده میکنم به هر قیمتی که شوم میخوایم امروی تمت باشم. به خاطرش هر کار لازم باشه انجام میدم. همه چیز خوب میشه وعده میکنم. کافیست که از این تصمیم خود منصرف شوه. وعده میکنم همه چیز خوب میشه. درست است، من برش میگم. حالا باید قطع کنم، کار دارم. دمت به خاطر که اشتباه خود جبران کنه برش یک فرصت بده. اینقدر زود منصرف نشو لطفا. نمیشه سیبل. همه چیز دیگه تمام شد. قلبم خون گریه میکنه اما بخشیدن نمیتونمش. ما باید حقایق بپذیریم سیبل. دیگه با هم یک جای بودن نمیتونیم. عشق شکم ما رو سپید نمیسازه سیبل. من در تمام زندگی منتظر کسی بودم که من از زندگی غریبانه نجات بده. هر شب به امید یک فردای بهتر خوابیدیم. کسی که آرزوهای خود به دست آورده نتونه چطور میتونه آرزوهای مرا به حقیقت تبدیل کنه؟ نمیشه. من فکرهای مکدیم سیبل. ما دیگه با هم بودن نمیتونیم. روز بخیر. روز شما هم بخیر خانم. ما کار میپالم. با کارمند ضرورت دارین؟ با کارمند فعلا ضرورت نداره. زنده باشین. خسته نباشین. با کارمند ضرورت دارین؟ نه خیر خانم. بله خانم. عمر هنوزم در خانه است؟ نه خیر خانم، بیرون برآمده. دکان به دکان میگرده و چیز میپرسه. خب و چی میپرسه؟ پشت چی میگرده؟ زود معلومات پیدا کو برام خبر بده. امرتون به جا میشه خانم. خانم نریمان شاید آمده باشه. خوش آمدین. خوش باشی. بسیار وقت میشه ندیدیمت. با بود راحت نیستم جانم. سرپاییره میپوشم.
آمدین نریمان جان؟ خوش باشین قدا جان. بفرمایین بشینین. عجله داشتم جانم، زیاد بودن نتانستم. خواستم حالا یک قهوه نوشیده گپام بزنیم. فکر خوبی کردین خانم آسیه. خدایا کمکم کن. بفرمایین خانم، به خاطر کار آمدین؟ معذرت میخوایم اشتباه کردیم. صبر کو اگه به کار ضرورت داری بیاز ما با یک ظرف چای ضرورت داریم. ترا زیاد ماش میتم قندم. نه خیر زنده باشین، ما در اینجا کار نمیکنم. نترس کسی تو رو نمیخوره. چرا زحمت کشیدین خانم آسیه؟ همین چای کافی بود. ما به صحبت کردن آمدیم، نه به خوردن و نوشیدن. نوش جانتان. خانم نریمان، امروز وقت خانم آیشه را در خانه تان دیدم بسیار متعجب شدم. او را چطور در خانه تان جای دادی؟ ایش نپرس قدا جان، بیازی یک هم و کم بود. زال خانم از اقارب شماست، اما از او اصلا خوشم نامد به خدا. چی دروغ بگویم مام از او زیاد خوشم نمیایم. متاسفانه اقارب خودم مثل همسر و دوست انتخاب کردن نمیتونیم. اما تو نیست. اگر شخص خوبی می بود خود ما در خانه خود نگاهش میکردیم. اما خانم نریمان، با خود مشکل جور نکنیم. او را هر چیز زودتر از خانه تان بیرون کنیم. خدایا لطفاً امرم کمک کن. به خاطر که همراه اولادم باشم باید در این شهر به خود یک کار پیدا کنم. تو همیشه به بیچاره کمک میکنی. با مام یک دروازه را باز کن. روز بخیر. ما پشت کار میگردم. شما با چه قسم یک شخص ضرورت دارین؟ با یک آشپز ضرورت دارم خانم. ما تجربه کاری دارم. هر قسم غذا و شیرینی هر چیز آماده کردن میتونم. پس چرا منتظر هستین؟ همیالی بیا کارا شروع کن. واقعا راست میگین؟ همیالی شروع کردن میتونم؟ البته یک عالم سفارش منتظر ماست دخترم. هر قدر زودتر شروع کنی اما قدر خوب میشه. حالا از دیگه بیا. خانم آسیه، اگه به دل ما باشه یک دقیقه مورد خانه نمیمونم. اما سحر او را آورده. سحر دختر ساده است. راستش ما مو را نمیخوایم، اما وقتی گفت در کرای خانه کمک میکنم با چیزی گفته نتونستم. میفهمن خو ارجمند بیکار است. تنها با ماش تقاوتی ما زندگی پیش نمیره. ما با کدام روز به درد میخوریم خانم نریمان؟ با ترگوت میگم که در شرکت به ارجمندی یک کار پیدا کنم. شما را در این حالت تنها نمیمانیم، تشویش نکنید. زنده باشید، خدا ازتان راضی باشه. وقت بچیم کار پیدا کنه او زن دیگه یک دقیقه در خانه نمیمونه. بله. سلام خانم بتول، شما چطور هستین؟ خوب هستم تشکر. مطمئن هستین؟ صدایتان خوب معلوم نمیشه. کم بیال هستم، اما این حالتم نرمال است، چون به تازگی از سرطان نجات پیدا کردیم. بعضی اوقات امکان داره قسم بیال شوم. خانم بتول بشنوین، اگر صحتتان خوب نیست باید پیش دکتر برین لطفاً. گپای مرا فراموش نکنین. امکانش هست که شوهرتان میخواد شما را از بین ببره. متوجه باشین، دست و چیزی نخورین و ننوشین. بس از دیگه، بس است. مرا با این گپا ناراحت نسازین. کی بود؟ چیز مهمی نیست جانم، اما تو زنگ زدن خواستن اول ما بپرسن.
دیگه جانم برات کیک آماده کردیم. از روی نوت خوانده کیک آماده کردیم. حالا خوشت به متوجه باشین که تو هیچ چیز نخورین و ننوشین. دیوانگی نکو بتول. او شوهر تو است. چرا تو یک کار کنه؟ چطور میتونه قصد کشتن تو را کنه؟ با زحمت شدی جانم، تشکر. نوشک جانت. نام خدا. بسیار لایق هستی دخترم. تو معلوم میشه که فرمایشات ما زیادتر خواهد شد. بخیر حالا دیگه، حالا به کارت برس. بله خانم آسیا. خانم چنار در یک دکان کار پیدا کده، یعنی بازم به کار شروع کده. تو چی میگی؟ پس ناق دکان به دکان نمیگشت ها؟ یعنی به خود کار پیدا کرد. تو هیچ کار نکن، فقط منتظر خبرم باش. چشمت از او خانم دور نکنی، فهمیدی؟ به خود کار پیدا کردنی؟ ما در حال چی خود کردیم؟ نمیتونیم که او دکانم با پول بخریم. تو چه باشه روز؟ بی از او اصابم خراب است. ما به تو دی شهر هیچ جای نمیمانم چنار. دی شهر یک لقمه نانم برات نخواد رسید. اوه، حال شام خواد شد. خدا میفهمه او کجاست. توبه موبایل خودم جواب نمیده. نشکه کدام چیز شده باشیش. شاید او رفته باشه. خدا کنه دوباره نیایه. دیدی نی؟ خانم کاکایتان برش جایی نداد. اگه او کم حیثیت داشته باشه در جایی که نیاز نیست، نباید اونجا باشه. بله عدیه خواهر، خالای شب پیش تو نیست. نمیفهمم چرا موبایل خود جواب نمیده. خیلی دخترم، من در قریه هستم. مادرت برات نگفتم؟ چطور یعنی؟ به خاطر دیدن تو از خانه بیرون شده بود. از ظاهر خود دروغگو معلوم نمیشه، اما باطنش نمیفهمم. درست است، فهمیدم. اگه به تو خبر داد برام زنگ بزن. به امید دیدار. کجاستی مادر؟ بر امروز به قدر بس است دختر. دستای درد نکنه. بیگی دخترم، یام دست مزدت است. بخیر خرجش کنی. تشکر. خداوند از شما راضی باشه. نه از خودت هم ابو تو. خدایا هزار بار شکرت. بفرمایین خانم. درست از خانم، هر قسمه که شما خواسته باشین. بیبی کی تیر میشه رفیق؟ به هر صورت دقیقش نشو بچیش. بیاین که کم آزارش بتیم. دل ما خوش خود شد. چطور رفتی رفیق؟
چی شده بچهش؟ چرا کتما گپ نمیزنی؟ نه که کشتیت غرق شده چطور؟ بانش مسکین بسیار جگرخون است. نفریش علاج کردن. اگه میخوای برو در گوشه گریه کن. ها؟ گوش کن. اگه دوباره اون محفل فکر میکنی که دین روز سکه شدی برات یک محفل دیگه میگیرم. هیچ تشویش نکن چطور؟ بس از دگه تو از من چی میخوایی؟ گفتم از من چی میخوایی؟ الهیم کن بس شو تو بان تو چی میکنی؟ قدرت هم میدنی؟ کی هستی؟ تو دیگه زندگی من تباه ساختی. دیگه از من چی میخوایی؟ تو از من چی میخوایی؟ جواب بده از من چی میخوایی؟ زندگی من تباه ساختی. تو از من چی میخوایی؟ جواب بده. گفتم از من چی میخوایی؟ آمد. کجا بودی؟ بسیار به تشویشت بود. اینا را چرا گرفتی؟ همه تا یگان چیز گرفتم دخترم. خاله ایشا برای بگو چی گرفتی؟ چاکلیت، آیس کریم، همون چیزایی که خواسته بودی جانم. آی دختر خوبه. حالا بیا کیر دا یخچال بانم که سرد شوه. توبه اینا را گرفتن. تمامش چیزای بی ارزش است. انسان یگان چیز خوردنی خوب میگیره. بار دیگه امرای من روبرو نشی. اگر نی بسیار برات بد خواهد شد. از زندگی ما دور باش. تو خود گفته بودی همراه عدیه میبینی. زنگ زدم او در قریه بود. کل روز کجا بودی مادر؟ چرا برام دروغ گفتی؟ رفته بودم با خود کار پیدا کنم. اگر میگفتم باز اجازه میدادی دخترم؟ در این حالتی که داری کار چی ضرور است؟ او بعدن هم پیدا میشه. عجله نکو. نمیشه دخترم. بیبی شوهرتان بیکار است. من بار دوشتان شدم. پولم نداره. باید کار کنم که کس سرتان گپ نزنم و من راحت باشم. درست است اما من میترسم مریضیت زیادتر نشه. حداقل تا وقت خوب شدنت صبر میکنی. تشویش نکن دخترم، من کاملا خوب هستم. بهتر است که کار کنم دخترم. این قسم دگام خوب نشه. درست است اما وعده بده اگر کار سخت باشه باز علاج میکنی. صحتتان بسیار مهم است. درست است دخترم. خدا را شکر آهسته آهسته همه چیز خوب شده میره. خداوند بعد از دیام یک راه بر ما نشان خواهد داد. انشالله. او چاکلیت بسیار خوشمزه بود. دخترم خدا چی جور کردی؟ حالا بیا که روی تبا شویم. پیش از نان همراه چاکلیت شکم تسیر کردی؟ بله. Geçer sanmıştım, aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşların hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda. Gözlerin